برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشاچیان عزیز گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. یکی شما عزیزان را به برنامه خوش آمدید میگویم. برنامه امروزه ما تماشاچیان عزیز و گرامی درباره موضوعهای خبرها و رویدادهای همین هفته از روز پنجشنبه تا به امروز است. طور این یک هفته که ما همدیگر را ندیدیم، به طور آنلاینی برنامه نداشتیم، یک چند گیرودارهای وابسته به تاجیکستان، مربوط به تاجیکستان به میان آمدند که در این باره نمیتوانیم صحبت نکرده باشیم. تماشاچیان عزیز، از یکی که شما خواهش میکنم که حالا کسانی که به برنامه وارد شدگی هستید میتوانید این برنامه ما را به قول پدیدیت کنید، لایک گذارید تا اینکه به دیگران هم توصیه شود که به برنامه ما وارد شوند و به ما همراه شوند. البته امروز ما کوشش میکنیم که در برنامه یک چند خبرهایی که رسانه‌ای شدند و یک چند مسئله هایی که در رسانه ها مطرح شدند در این باره با هم صحبت کرده باشیم. تماشاچیان عزیز، اولین موضوعی که امروز من میخوام مطرح کنم این درباره این است که تاجیکستان در بین کشورهای جهان از قشاق‌ترین ها دانسته شد، باز هم و در بین جماهیر اتحاد شوروی یگانه کشور باقی ماند که مجموع محصولات داخلیش یعنی پستر از آن هست که از روی این حساب به سر اهالی کشورهای قشاق دانسته می شود. یعنی در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تاجیکستان یگانه دولتی است که در این روی خط کشورهای قشاق ها ماند. دیگه کشورهای جماهیر سابق اتحاد شوروی و عین حال اتحاد دولت‌های مستقل از این روی خط بیرون شدند. حتی قرقیزستان همسایه ما، حتی قرقیزستان از این روی خط بیرون شد. تاجیکستان یک خودش تنها در این روی خط باقی ماند. یعنی نگاه کنید، در تاجیکستان ما بسری هر یک اهالی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان تقریبا $850 است. از قرقیزستان باشد الکی بالاتر از $1200 است بسری هر یک اهالی. انا برای همین هم تماشاچیان عزیز، قرقیزستان که از $1200 مجموعی محصولات داخلیش بسری هر یک اهالی بالاتر است، کشور قشاق حسابیده نمی شود. از این پس یعنی تاجیکستان $850 بسری هر یک اهالی مجموعی محصولات داخلی، برای همین هم تاجیکستان کشور قشاق در بین کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل یعنی EDMA یا که SNG است و از کشورهای قشاق‌ترین در جهان است. در روی خط در این فهرست جایگیر شده است. میگوییم پیشروی شده ایستاده است. حالا از سال گذشته، از گزارش سال گذشته تا به این سال یگان خیلی تغییرات نیست. یگان خیلی تغییرات نیست. برعکس از سالهای قبلی، از سالهای پیشین، مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان به سر هر یک اهالی نسبتاً باز پایین رفتگی است.
همه کشورها کوشش کردگی هستند، غیرت کردگی هستند خودشان رو از این فهرست بیرون کردگی هستند. تاجیکستان برعکس به بطلاق قشاقی غوطه میخورد. برعکس به بطلاق قشاقی، کمبغلی، فقیری غوطه خورده ایستاده است. در همین حال باز کسانی پیدا هم میشوند که شرم نه، حیا نه، برایند بگویند که تاجیکستان پیش رفته ایستاده است. گویایش نه از سال 2020 فرق کرد، نه از سال 2021 فرق کرد. باز گزارش همان است که بود. برعکس از سالهای پیشین باز عقب رفته ایم. سالهای پیشین تا $1100 برآمده بود. همین $100 دیگه به سر هر یک اهالی مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان بالا میرفت، ما از روی خط قشاقی بیرون میشدیم. این یک خبر است. چیز دیگر این است که تماشاگران عزیز، همین روز دو خبر در رسانه ها دیدم. یکی این است که منظور رستمووا، جانشینی رئیس پلاته سودای تاجیکستان، با ولید عبدالرحمن الرشیدون سفیر عربستان سعودی دیدار ملاقات کرده. درباره سرمایه گذاری عربستان سعودی، یعنی طلب سرمایه گذاری عربستان سعودی کرده است. به چی؟ سرمایه گذاری به مرکزهای تجارتی آزادی تاجیکستان، به مرکزهای سودای یا نقطه های سودای آزادی تاجیکستان، منطقه آزادی اقتصادی طلب کرده است که به این منطقه های آزادی اقتصادی عربستان سعودی سرمایه گذاری کند. در منطقه آزادی اقتصادی سرمایه گذاری کردن یعنی چی؟ یعنی در اونجا یگان عربستان سعودی دکان کشاید، محصولاتش رو فروشد، یا که یگان سیخ، یگان کارخانه چه کشاید. مثل همین در منطقه آزادی اقتصادی با چیکار کردن ممکن؟ همین قدر طلبیده است منظور رستمووا از سفیر عربستان سعودی الرشیدون، همین قدر طلب کرده است. یک دکانچه شاید التماس، یا یگان سیخ شاید، کارخانه چه شاید، شاید با دوزندگی گفته باشد، کارخانه ماشین چوب دوزک خریده گفته باشد، چی گفته باشد خودش میداند. لیکن گفته است که در همین منطقه آزادی اقتصادی تاجیکستان و عموما مبادلات کالا، مال و کالا همکاری کنیم گفته است. اکنون در برابر این خبر یک خبر دیگر هست. شوکت میرزیویف عربستان سعودی رفت. شوکت میرزیویف عربستان سعودی رفت. در عربستان سعودی با ملک سلمان شاهی عربستان سعودی شرطنامه امضا کرد که میدونید نرخش چقدر است؟ حجم شرطنامه چقدر است؟ 12 میلیارد دلار. به مبلغ 12 میلیارد دلار شوکت میرزیویف با شاه سلمان سرمایه گذاری عربستان سعودی را به ازبکستان به امضا رساند. بعضی از همین قراردادهایی که به امضا رسیده اند الکی سر می شوند و یک سال دو سال دیگر به استفاده داده می شوند. این سرمایه گذاری ها چی سرمایه گذاری هایی است؟ 12 میلیارد دلار میدونید چقدر است؟ تقریبا 4 ساله بودجه تاجیکستان. یک سفری شوکت میرزیویف 12 میلیارد دلار قرارداد امضا شده است. به سه طرح سرمایه گذاری امضا شده است. اکنون در ازبکستان با این مبلغ چیکار میکنند؟ در ازبکستان با این مبلغ نیروگاه‌های برقی، بادی و حرارتی میسازند.
نیروگاه‌های برقی بادی و حرارتی می‌سازند. با این مبلغ همچنین باز به 10 میلیارد دلار دیگر باز یک پروژه کلان در اینجا در نتیجه 1,650,000 اهالی 1,650,000 اهالی به برق تامین میشوند. یعنی 1,650,000 اهالی از 6 یک حصه تاجیکستان می شود. چقدر می شود؟ از 6 یک حصه اهالی تاجیکستان به یک سفر برابر از 6 یک حصه اهالی تاجیکستان به برق تامین کرد. 12 میلیارد دلار به امضا رسید. شاید در عمرش همه بودی شدی سفرهای 30 ساله امام علی رحمان 12 میلیارد دلار نشدگی باشد. جلب سرمایه گذاری ها یک حساب کرده بروید. 12 میلیارد دلار تقریبا 4 برابر قرض خارجی تاجیکستان. تقریبا 4 برابر قرض خارجی تاجیکستان. اگر 12 میلیارد دلار تاجیکستان به دست بیارد اچار یک حصهش کتی از تمام قرضهای خارجیش خلاص میشه. ببینید یعنی طبق یکی از قراردادهای عربستان سعودی در ازبکستان نیروگاه بادی با ظرفیت 1.5 گیگاوات در جمهوری مختار قراقلپاقستان ساخته می شود. این نیروگاه بادی نه تنها در منطقه بلکه در جهان بزرگترین نیروگاه خواهد بود. حال حاضر نیروگاه اتمی ساخته شده است در ازبکستان. یادمون نرود که ازبکستان یکی از کلینت های برق تاجیک است. یعنی به ازبکستان تاجیکستان برق میفروشد. ازبکستان در عین حال از تاجیکستان برق خریده شده است. در برابر همین در آینده ها بی‌نیازیش از تاجیکستان را برای خودش تامین کرده شده است. یعنی در آینده به ازبکستان برق تاجیکستان لازم نمی شود. این روغن، پاغون، این خیلی چیزها دیگه بیکار میموند در همین بالای کوههای تاجیکستان در رود وخش، در سرگاه رود وخش نیروگاه روغن همین خیلی میموند. برق استحصال میکند، دلش نه مردم به دادن می شود نه فروخته میتواند، همین خیلی میموند. اول پاکستان گفته شده است که بیتی ارزان بده نتی دفع شود. برای اینکه خیتای برای پاکستان ودوانگ نیروگاه ها ساخته شده است و علاقه قراردادهای تامین با برق با خیتای پاکستان به امضا رسانیدگی است. این هم در حالی است که پروژه کاسه هزار آینده اش علامت سوال شده است. پروژه کاسه هزار تاجیکستان قرقیزستان فروشندگان برق توسط افغانستان با پاکستان همین خیلی برق میفروشند. کاسه هزار. لیکن عین حال یک کم مرم پیشرفته شده است برای اینکه خریداری اساسی برق تاجیکستان طبق برنامه کاسه هزار این پاکستان است و پاکستان گفته شده است که اون شرطنامه‌ای که با اون نرخی که بسته بودیم به من راست نمی بیاید. من میخواهم که شما خواهید انمین نرخ ارزان تید نخواهید نه. با در عوض این پاکستان گفته شده است که فقط شما با ما برق نمی فروشید، ما هم به شما برق می فروشیم. یعنی تابستان اگر شما برق فروشید زمستان از ما برق خرید. زمستان تاجیکستان زیاد
تابستان تاجیکستان زیاد برق استحصال میکند، در زمستان پاکستان زیاد برق استحصال میکند. میگوید که ما شما همین خط سیمی که تا پاکستان آمد، شما در بهار در تابستان به ما برق میفروشید، ما در زمستان با همین سیمی که آمدگی است با عاقبتش گردانده به شما برق میفروشیم. این به مردم فایده دارد، لیکن حکومت تاجیکستان که مردمی نیست، گرنگ است. همین عملی شود چی شود، عملی نشود چی شود، گرنگ است. اگر همین عملی شود مردم فایده میکند. برای چی؟ برای که در زمستان به برق تامین می شود. فقط یعنی تاجیکستان مجبور است که این برق را خرد. مبادا اگر در عوض برق تابستان داده اش باشد، به تاجیکستان این هیچ فایده ندارد. برق را میدهد، برق را میگیرد، تمام. اونهایی که از بالای فروش برق به خارج ها، به آفشورها پول میفرستادن، کیسه اشان خراب می شود. فقط اینجا مردم فایده میبیند. یعنی تاجیکستان که برق را خرید، او را به قبچه زیر کرده نشود، گشته در زمستان ذخیره کرده با تابستان گردانده به پاکستان فروخته نتواند، مجبور است به مردم بدهد. ازبکستان هم همین خیل. ازبکستان هم میتواند که در زمستان نه برق خرد، بلکه میتواند برق فروشد. ولی ازبکستان هم این بنیازی هایش تامین شود، ازبکستان هم میتواند بگوید که از من برق خرید در زمستان. یعنی تماشابینان عزیز، پتانسیل این که، یعنی شرایط این که ما در زمستان هم برق داشته باشیم وجود دارد، فقط همین اراده خواهش را حکومت تاجیکستان ندارد. یعنی نمیخواهد مردم در زمستان برق داشته باشد. اما این شرایط، اگر این خواهش و این اراده را حکومت تاجیکستان داشته باشد، این شرایط وجود دارد. فقط اراده سیاسی حکومت تاجیکستان نمیرسد، به خاطر آن که مبلغی که اینها از فروش برق به خارج به دست میبیارند از این محروم میشوند. تنها برای همین است. اناکنون همین گونه سیاست های خطا، سیاست های نادرست مردم را بیچاره کردگی است، سر خودی حکومتداران ما را گران کردگی است. یعنی این سیاست کند است. در رأس حکومت از این میبراید که ما برین کسانی که حتی یک شخص های قطاری هستند به این صرفا میروند که حکومت تاجیکستان جانبداری این نیست که مردمش راحت باشند. اناکنون شما نگاه کنید، در برابر شرمت نمی باید که در برابر 12 میلیارد دلار تو بیایی به من دکانچه ساز، یک تا دکانچه ساز گفته، یک سیخ دوزندگی ساز، یا که بیا یک تجارت مشترک داشته باشیم، یک بیزنسی مشترک داشته باشیم گفته، گردن کج کنی. رئیس جمهوری ما عربستان سعودی رفت، اهم چیش طلبات کلانش همین است که دانشگاه‌های اسلامی که در این عربستان سعودی که طالب علم‌های تاجیکستان تحصیل کرده ایستاده‌اند، آنها را استرداد کنید. از همه طلب کلانترینش همین است در عربستان سعودی. ماکسیموم به 500 میلیون دلار نمی رود. این پروژه هایی که عربستان سعودی سرمایه گذاری می کند در تاجیکستان به 500 میلیون دلار نمی رود. این است سیاست خردمندانه. این است از یک نفری که دانا می تراشیم، پیشوا می تراشیم. شوکت میرزیویف پیشوایی هم نه، اساسگذاری بلایی هم نه، بدتر هم نه، هیچ نه. یک پرزیدنت تی ازبکستان از خلاص. پیشوا در بین 30 سال در خیال خوابش ندیدگی چیزی رو میرود در یک روز حل کرده میبود. آلمان آمده بود، همین خیل بود، در اونجا هم میلیاردها دلار قرارداد امضا رساندگی بود.
کارخانه استحصال ماشین های یعنی مارکه مشهورترین جهانی در ازبکستان استحصال می شود. تماشا بینید عزیز، ما به خلاصه اومدنمون لازم است که این کارها یعنی مدار سیاسی طلب میکنند. با پیشوا گفتن و اساس گذار گفتن و همین هزار کلیچکه رو اگر به رئیس جمهور چسبونیم هم کله خالی است تمام. از او به ما هیچی فایده نیست. اما یک نفر قطاری خودش رو خادم خلق داند، از این خیلی کلیچکه های بالاخونه دار رو به خودش چسبوندن شرم دارد و گوید که با این خیلی کلیچکه های بالاخونه دار رو به من چسبوندن هیچ مراد حاصل نمی شود، ما پیش رفته نمی توانیم، شکم خلق سیر نمی شود، تاجیکستان ترقی نمی کند. باید شرایط های به میان آورد که مردم از اون فایده بینن. نه، این کس فقط دستاورد بزرگشان کلیچکه های بالاخانه دارشان است. چیزی دیگری که در این هفته رخ داد تماشاگران عزیز، بحثی چرخبال ها و هواپیماهای از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان گذشتگی بود. از افغانستان ماه اوگوست سال گذشته همین شب روزها عیناً همین شب روزها تقریبا حالا تعدادش رو هیچ کس نمیدوند، تخمین زده می شود 40-50 چرخبال و هواپیماهای جنگی آمریکایی که در افغانستان استفاده می شدند از افغانستان با خلبان‌های افغانی به تاجیکستان و ازبکستان گذشتگی هستند. ازبکستان هم تقریبا 50-60 از این هواپیمای و چرخبال‌ها را حالا در خودش مستقر کردگی هست و گفته نمیتونیم که خلبان‌های این افغانی حالا در کجایند، لیکن خلبان‌های افغانی که با این هواپیمای چرخبال‌ها به تاجیکستان و ازبکستان گذشتگی هستند، اینها چی میگن نیامنیکا هستند. در دلخواه حالت از آنها میتوان استفاده کرد. حالا روسیه از آن هراس دارد که امریکا این چرخبال ها را میتواند در جنگ اوکراین استفاده کند. امریکا میتواند این چرخبال ها را و هواپیما ها را در جنگ اوکراین علیه روسیه استفاده کند. اکنون اگر امریکا این را خواهد که استفاده کند، باید از تاجیکستان بگیرد و ازبکستان بگیرد، بعد به اوکراین بدهد. کابولوف نماینده پرزیدنت اوکراین در مسائل افغانستان اظهار نگرانی از آن کرد، گفت که به ما فرق ندارد این هواپیماها در کجا میشد، مهم این است که همین هواپیماها به اوکراین داده نشود. اما در همین حالت شبهه و گمانهای روسیه نسبت به دیگر کشورهای آسیای مرکزی به تاجیکستان خیلی زیاد شده است. یعنی با نظر شبهه نگاشتن، یعنی با نظر دشمنانه نگاشتن روسیه به سوی تاجیکستان همین هفته خیلی تمپراتورش بلند شد، نبضش بلند شد. یعنی علاقه دشمن گفته ایستادند، اینها به اینها باور کردن ممکن نیست، ما به اینها جانمان را فدا میکنیم، ما مستقلیت اینها را تامین میکنیم، یعنی سوورینیتی اینها را تامین میکنیم، اینها باشند یعنی با رقیبان سیاسی ما همکاری میکنند، با کسی که ما با او جنگ کرده ایستاده میخواهند حتی چرخبال و هواپیما بدهند. این خیلی گپ رفته ایستاده است. یعنی علاقه یک کم مزعی معاملات روسیه و تاجیکستان گریختگی است. یعنی مناسبت یک کمتر خدشه‌دار شدگی است همیشه به روزها. حالا خود پوتین دم نمیزند، حکومت روسیه دم نمیزند، فقط
گپ تلاش و ترتیش ها در سطح کارشناسان ارشد ماندگی است. کارشناسان ارشد، دکتری، سیاست شناسی، سیاست شناس، استاد دانشگاه، پروفسور، همین خیلی ها گپ زده ایستادن. بله، همین ها گپ زده ایستادن. من خودی همین روز یک نفر کارشناس روس تاجیکستان و ازبکستان را متهم کرد که هواپیماها را به اوکراین انتقال می‌دهند. اکوی سیاستشناس روس سیمیون باگداساروف به نشریه مسکوفسکی کامسомольск میگوید که یک سلسله سلاح‌های آمریکایی که در تاجیکستان و ازبکستان هستند در آینده نزدیک در اوکراین پیدا میشوند. این باگداساروف بسیار جدی گپ میزند، میگوید که معلوم است که مکان نهایی این انتقال یعنی اوکراین است. اگر امریکا از این هواپیماها را همین شب روز چرخبالها را از تاجیکستان و ازبکستان گیرد، یعنی این مضمون آن را دارد که این چرخبال و این هواپیماها به اوکراین داده می شود و بر ضد روسیه این هواپیماها می جنگند. با وجود این همون خلبان‌های افغانی که با این هواپیماها آمدگی هستند، اگر امریکا گوید که من شهروندی برای شما شهروندی امریکا رو میدهم، آماده هستند که از اوکراین ایستاده بر ضد روسیه جنگ کنند. حالا ترس و هراس روسیه از این است. انکن یک نگرانی اینها همین است که یک سازمان بین المللی به نام سازمان پیمان امنیت دست جمعی وجود دارد. تاجیکستان از جمله عضو این سازمان پیمان امنیت دست جمعی کشورهای آسیای مرکزی از جمله قزاقستان، قرقیزستان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی هستند. این عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی یعنی همپیمان‌های روسیه چند روز پیش، حالا پگاهی بس فردا هم دوام دارد، از سنه 10 آگوست تا 20 آگوست با 5 کشور منطقه یعنی امریکا در تاجیکستان مشق حربی، مشق نظامی گذرانیده ایستاده است. باگداساروف میگوید که آخر میگوید اینها تحت سرپرستی امریکا در اونجا مشق نظامی گذرانده ایستاده اند. حالا پیشتر یک کم واهمهشون کم بود، یعنی دو اتفاقچی سازمان پیمانی امنیت دست جمعی در این شرکت میکردند. حالا میگوید امسال 3 تا شدن، یعنی 3 عضوی سازمان پیمانی امنیت دست جمعی با امریکا مشق نظامی میگذارونند در تاجیکستان. اکنون باگداساروف چی میگوید؟ باگداساروف میگوید که 3 کشوری عضو سازمان پیمانی امنیت دست جمعی در این تمرینات که مشترکاً با امریکا در تاجیکستان برگزار میشود شرکت میکنند. میگوید که این به نام اتفاقچیان ما عملاً برای ما تف کردند. این گپ اصلا به تاجیکستان است، چون که مشق نظامی حالا در تاجیکستان گذشته ایستاده است. امروز 8م روز علاقه تمام شد، حالا 2 روز دیگر دوام میکنه مشق نظامی با امریکا. باگداساروف میگوید که این به نام اتفاقچیان ما یعنی کشورهای عضو سازمان پیمانی امنیت دست جمعی برای ما تف کردند، یعنی سرپرست جنگ‌های بین اوکراین و روسیه، یعنی پشتیبانی اوکراین امریکا میدونن، یعنی میگن که اوکراین رو امریکا پشتیبانی کرده ایستاده است و از پشتیبانی اوکراین امریکا یگان بار
پنهان نکرده است پشتیبانیش را. همیشه آشکار مبلغ گذاری کرده ایستاده است با میلیارد حتی 1 میلیارد امضا میکند 2 میلیارد امضا میکند. همین خیلی امضا کرده ایستاده است و کمک کرده ایستاده است. یگان خیلی پنهان نکرده ایستاده است. در همین حال این شریکان روسیه با آمریکا سر کار گرفتگی هستند. خیر در اصل این همین مشق نظامی هر سال در یک کشور منطقه شده میگذشته است. به نوبت این سال این کشور، سال گذشته این کشور، برای این سال تاجیکستان انتخاب شده است و در تاجیکستان شده گذشته ایستاده است. میگوید که سمیون باگداسارف میگوید که امروز ما باید تمام چاره ها رو بینیم. امروز میگوید ما تمام چاره ها رو بینیم. هر کشور متفق روسیه برای فرستادن لوازمات جنگی به اوکراین جرأت میکند دشمنی ماست. هر یک کشوری که با اوکراین لوازمات جنگی میفرستاند میگوید او دشمنی ماست و ما باید نسبت به او همچون دشمن عمل کنیم. حالا به این خیلی گپ ها تاجیکستان این هفته روبرو شد. یک رهبری حکومتی که 3 میلیون نفر شهروندانش در این کشور نان مییابند، کت لایموت مییابند و سرسان سرگردان هستند، یک بار به کلش این چیزها آمده تصمیم نمیگیرد. نهایت در یک حالت حساس به این حالت ها روبرو می شود، به این مشکلی ها روبرو می شود. ببخشید. حالا این باگداسارف نگاه کنید تو حالتی که گفت آشکار این دشمنی ما است. انا کنون دو کارشناس دیگری روس، یکی دیگرش کابرینسکی، یکی دیگرش کنیازف، اینها هم آدمی شوخی نیستن، دکتر علم هستن، خیلی انسان های شرقشناس، تحلیلگری مسائل دفاعی، مسائل حربی هستن. اینو چی میگه؟ نگاه کنید. کابرینسکی میگوید که مشاوران امام علی رحمان که به منفیت ایالات متحده آمریکا لابیگری میکنند تاجیکستان را به خطر بی‌سروسامانی و جنگ شهروندی میکشند. سیاست دایدو همیشه باعث تبادلات دولتی میشود. فهمیده شدید؟ یعنی این به تاجیکستان یک چی است؟ یعنی یک هشدار است که اوی من میتونم در کشور تو هشدار روسیه هستیم به نزدیکی تو رو با مخالفانت روبرو کنم و در تاجیکستان تبادلات دولتی شود. این گپ را حکومت روسیه توسط کارشناسان ارشدش به تاجیکستان گفته ایستاده است. چی؟ سیاست دایدو همیشه باعث تبادلات دولتی میشد. حاضر با این شریک استراتژی گفته دست به دست میشوی، میروی با رقیب این شریک استراتژیت دست به دست میشوی، در کدام بلوک حربی بودن تعیین نه، در کدام بلوک اقتصادی بودن تعیین نه، یک بار زد نیماست این طرف میگردانی، یک بار زد نیماست اون طرف میگردانی و در میان همین خیلی گپ ها به میان میبیاید. یعنی سیاست درهای باز را تاجیکستان ما انیقترش همین کماند امام علی رحمان سیاست کنلوچ فکر کردگی هستن.
که هر ابرقدرتی که خواست اینها آماده باشند، یعنی وقتی اینها بیهوده صرف نشود تپ تیار باشند. فهمیدید نه؟ سیاست درهای باز این رو اینو چه خیلی فهمیدگی هستن. همین کابرینیس که میگوید که زمان برگزاری رزمایش ها برای ایالات متحده آمریکا به نهایت موافق است. یعنی همین وقت شنده در وقت موافق آمریکا در تاجیکستان رزمایش حربی مشق حربی گذرانده ایستادگی است. اما از نظر افکار عموم در روسیه و حتی مطمئنم در چین این گذرانیدن این مشق با آمریکا در تاجیکستان سوال برانگیز است. میگوید ما به شبهه آوردگی است. این شریک استراتژی ما، این جوره ما رو به شبهه آوردگی است. میگوید نه فقط به ما، حتی شاید به چین هم این چیز خوش نبیاید، چون که در تگ بینی چین امروز با چین چخیل آمریکا سر به سر شدگی است. و مسئله تایوان شنیده ایستاده اید؟ جزیره تایوان که خطای از آن خودش میدوند و خودی تایوان خودش را مستقل میدوند و آمریکا با الیت سیاسی تایوان همکاری دارد و این به خطای خوشن آمده ایستاده است و در تگ بینی خطای آمده آمریکا مشق حربی در تاجیکستان گذرانیده ایستاده است. فهمیده ایستاده تاجیکستان چخیل دمش رو چی میگن ببخشید خودتون فهمیدید. میگوید که همین کابرینیس که میگوید که آموزش سربازان آمریکایی حتی با تعداد 60 تا 100 نفر هم باشد در حدود مورد نظر سه کشوری روسیه، چین و افغانستان این روبروشوی آشکار آمریکا با روسیه، چین و افغانستان میباشد. اگر میگوید تاجیکستان خود را متحدی روسیه میدوند، یعنی شریک روسیه میدوند تاجیکستان، ان همین رفتارش خیلی نامناسب است. کابرینیس که گفته ایستاده است. اکنون گپی کنیازف رو بینید. کنیازف چی میگه؟ کنیازف میگه که تاجیکستان باید در شرایط کنونی از دادن قلمروی خود برای تمرین‌های نظامی آمریکا دست کشد. دوامش گوش کنید. قهر و غضب مسکو، یعنی قهر و غضب روسیه و خطای میتواند حتی از رابطه های عادی حربی تکنیکی با ایالات متحده آمریکا به میان بیاید. همین ملیچه‌ایشی چشمت بیجا کردی میگوید چشمت کفته میگیرن. تاجیکستان روسیه گفته ایستاده است. ملیچه‌ایشی چشمت بیجا کردی قهر غضبی من بالا میشد میگه. ملایم خونیکی کرده به یک کشور مثل روسیه دست پیشی بر کرده تا این حد آمدی، عادی ترین کارت همین خیلی قهر غضبشون میبره. درست میگم. تاجیکستان مستقل می، تاجیکستان صاحب استقلال می، روسیه چی کارش هست با کی مشق حربی میگذارونه تاجیکستان؟ این شما حکومتی ها به روسیه اینقدر حق دادید که این خیلی طرف تاجیکستان گپ زند. کنی واکنش حکومت تاجیکستان به این گپ ها، به این اونیژنی ها؟ تاجیکستان یک کشور مستقل است. صاحب استقلالیش رو هر سال 9 سپتامبر جشن میگیرد. حالا یک کمی دیگر مونده است، تقریبا 20 روز زیادتر به جشن استقلال. یا بگوید که ما از شما هستیم یا ثابت کنید که صاحب استقلال هستیم. این خیلی سیاست دایدو نباید باشه و همگان باید دونن که شما در بغل هیچ کس نیستید رنگی. فهمیدید؟ یکی به بغل این خودت رو پرتوی
یکی از به بغل آن خود را تو پرتوی چی میشود عاقبتش؟ عاقبتش همین خیلی حالت ها میشود و تاجیکستان رو تبادلات دولتی باشد میلش یک کار بخیر است، خیلی خوب میشود، اما به یک جنگ خانمان سوزی دیگری منطقوی تبدیل تید، به میدان جنگ منطقوی یک آسیای مرکزی تاجیکستان رو تبدیل دیگه چی میشود؟ شما یک بشارت دهید، یک از خود درک دهید که نه در بغل اینش هستید نه در بغل ویش هستید، به همش یک همکاری مشترک دارید، در اون همکاری فقط منفعت تاجیکستان به حساب گرفته می شود. اینها فکر نکنند که شما در بغلشون هستید و وقتی که یک کمتر از بغلشون دور رفتید رنگ اینکه زنی خونهشون از بغلشون دور رفته از قهر و غضبشون بالا شود. این چی گپ است خودش؟ این گپ رو بینید، به این گپ ها 3 نفر شد زیر. کابرینسکی گپ زد همین خیل، کنیازف گپ زد همین خیل، من بگدسارف گپ زد، سیمیون بگدسارف همین خیل. یگان واکنش هست می؟ اوی زیایی ها، اوی سیاست مداران در تاجیکستان، حکومتی ها، وکیلان پارلمان، همین خیلی از یک کمانده سازی، از بفهم بفرستاد، از بچت کمانده سازی، از دخترت کمانده سازی. گپ زند آخر دخترت باید گپ زند، گپ زند همین پسری گونگت باید گپ زند که به گپ نمیبیاید. همین خیلی حالت میشود، اونیجات میشی، تحقیر میشی، تهدید میشی، به دهانت گپ نمیبیاید. تحقیر میشی، تهدید میشی، همین خیلی بلب مهر بستگی میستی. همتون نیست؟ شخصان جدی، نفرانی که در شبکه‌های اجتماعی بلبلکتون میخواند، کنی یک گپ زنید، این چی گپ است خودش؟ چی گپ است؟ چرا واکنش نیست؟ چرا شما با دیگران حق میدهید که یک کشور صاحب استقلال را، استقلالیتش را زیر سوال برند و به خودشون حق بدهند که ما شما را این خیل میکنیم، شما از بغل ما رفتید، یعنی شما دشمنی ما هستید، حالا شما نگاه کرده استید، شما به روحی ما تف کردید. چی گپ است این خودش؟ در همین حالت شما آواره این هستید که یعنی روسیه به شما مخالفانتون رو بدهد، فقط شما برده پشت پنجره زندان کردن گلید، تمام. شما شریکی استراتژی رو در همین میبینید. هر کسی که علیه شما صدا بلند کرد، یک گپ گفتنی داشت، باید زبان او رو ببندید، زبان شهروندان خودتون رو میبندید. مردک میشیم و گپ زنید این بگدسارف و کابرینسکی و کنیازف به کنی یک گپ زنید چی؟ انا اینا هم برزید شما گپ زدن که کجا برده محکم شما میکنید اکنون؟ یک دزدیده برید به تاجیکستان همین ها را یک بینیم، یک سر و صدا بلند شود. کابرینسکی دزدیده برید به تاجیکستان، نشد کنیازف دزدیده برید زندانش کنید. میشد می نمیشد می اقلا سیمیون بگدسارفه برزیدی تاجیکستان، سیاست تاجیکستان گپ زد که به اینا زورتون نمیرسد، زورتون به بلوگر میرسد، زورتون به ژورنالیست میرسد، زورتون به شخصان قطاری میرسد، به مخالفان سیاسیتون میرسد. به اینها نه. چی گپ است این خودش؟ یک خبر دیگر، دیروز 17 آگوست رئیس جمهوری تاجیکستان یک چند فرمان امضا کرد.
یکی از فرمانهایش این بود که معاونهای بانک ملی تاجیکستان از وظیفهشان سبکدوش کرده شدند. عجوبت کار این است که با یک فرمان دیگر همون معاونی که از وظیفهش سبکدوش کرده شد چی شد؟ معاون یکمی بانک ملی تاجیکستان شد. معاون یکمی بانک ملی تاجیکستان کی بود؟ کی بود؟ جمال الدین نورعلیف. جمال الدین نورعلیف کی است؟ داماد رئیس جمهور. داماد رئیس جمهور تقریبا 40 روز پیش نه زیاد 70 روز گویم انا 10 ایون با فرمان رئیس جمهور از وظیفه‌اش سبکدوش شده بود. جمال الدین نورعلیف. در اون وقت میگفتن که جمال الدین نورعلیف به سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه سبکدوش شد. لیکن در بین چقدر روز گذشت؟ من 70 روز گذشت. 10 ایول باشد، 10 ایون باشد، 10 ایول، 10 آگوست 60 روز، من 68 روز شده است. تقریبا 70 روز. با کجا با کدوم جای دیگر با کار گذشت؟ با کدوم وظیفه تعیین شد؟ تعیین نیست. هیچ خبری نیست. حالا الکی در مابین این تقریبا 70 روز جای جمال الدین نورعلیف خالی بود. هیچ کس نبود در جاش. و با جایش فردوس طالبزاده که معاون جمال الدین نورعلیف بود، معاون یکمی رئیس بانک ملی تاجیکستان شد. یعنی زیر دست جمال الدین نورعلیف رو گرفتن، بردن، به جای جمال الدین نورعلیف شنوندن. حال جمال الدین نورعلیف وظیفه نیست. همه مهمش در کجا بودنش تعیین نیست. درک نیست. در شبکه‌های اجتماعی خبرهای هست که جمال الدین نورعلیف از تاجیکستان داد از دست خسر گفته گریختگی است. در تاجیکستان به این واکنش هم نیست. نگفته ایستادن که نه گریختگی نه، من جمال الدین نورعلی همینجا گفته نگفته ایستادم. یگان گپی هست. اگر نگریختگی باشد میگفتن من جمال الدین نورعلی همینجا ما از وظیفه بلندتر مونده. حالا رستم خالی میکنیم، به جایش این رستم گپ گوش نکرده ایستاده است، به جایش جمال الدین نورعلی آورده میمونه. آزاده قهرش کرده ایستاده است که رستم رئیس مجلس ملی مونده، من آورده اینجا دیسپچری دفتری اتم کرده. این گفته پریتیت رعایت شود. گفته آزاده رحمان شاید قهر و غضبش بالا شده که حالا شاید به جای رستم امامعلی آورده میمونن جمال الدین نورعلیف رو. لیکن هیچ گپ نیست. 70 روز شد از جمال الدین نورعلیف یگان درک نیست. شاید راست باشد کجا گریختگی، واکنش نیست. حالا همین مهربان که معاونی جمال الدین نورعلیف بود با فردوس طالبزاده، حالا با یک فرمان از وظیفه‌اش سبکدوش شد، با فرمان دیگر باز گشته معاون شد. شما تصور کرده ایستادید؟ یعنی تا حدی معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان بعدی از کار از وظیفه سبکدوش شدنش از چشم جامعه، از نظر جامعه تقریبا 70 روز دور می شود. او را گفتگی هستند که بنابر به کار دیگر گذاشتنش در فرمان رئیس جمهور، اما کار دیگر گذاشتگیش تعیین نمی شود. میجه حکومت ته نمی خورد.
هیچی سوال و جواب نیست که این آدم کجا شد. اگر در یک جامعه مدنی، در یک جامعه متمدن یا که ترقی کرده همین حالت رخ میداد چی میشد؟ سر و صداهایی به میان میآمد، همه جستجو میکردن جمال الدین نورالیف را. گفتی روزها تیمبال یزنه رستم، دامادی رئیس جمهور را، نفره که مسائل اقتصادی خانواده رئیس جمهور رو همین بچه حل کرده آمدگی است. همش رو، هم رقیبای اقتصادی امام علی رحمان رو از پیش پایش همین جمال الدین نورالیف رفتگی است. تاجیک صادرات بانک رو هم همین رفتگی است. اگرو اینوست بانک رو هم همین رفتگی است. دیگر بانک ها رو همش رو همین از پیش پا رفته تازه کرده به اویل تقدیم کردگی است. اناکنون امروز گم شد. خب من به مسائل خانوادگیش دخل نمیکنم. طبق بعضی خبرها یکی در شبکه‌های اجتماعی است، از جمله اصلاح تیوی هم گفت، راست و دروغش به گردن اصلاح تیوی خودش، که به خاطر اون که جمال الدین نورالیف در خارج چند باز آیله های پنهانی داشته است، در خود درون خانواده غلغش به میان آمده است. خیلی بگذار این مربوط خودشون باشه، لیکن مسئله خود داخل تاجیکستان، حالا سوال ها باید به میان بیاید که جمال الدین نورالیف چیکار کرد؟ و وظیفه دیگر نگذاشته است. عزیز میبرد که یکون خیانت داشت. اگر خیانت داشته که باشد، خیانت‌هایش چی بود؟ مثل اونه که دیگران را برده پشت پنجره میکنید، خائن دولت میگید این خیانتکار چیکار کرده است؟ شخص رقم 2 بانک ملی تاجیکستان، یک اینستیتوت اقتصادی که اقتصادیات تاجیکستان در عهده‌اش است. خلا این گونه خبر و رویدادها زیاد هستند، اما طول 1 ساعت قریب من تماشابینان عزیز با شما صحبت کرده ایستادم. کسانی که میخواهید در این باره صحبت کردگی باشید، در این باره یگان حرف گفتنی اگر دارید، میتوانید توسط لینک استریم یاردی که در پایان نوار در اپیسانی آورده شده است، توسط آن وارد شوید، حرفای خودتون رو بگویید. اگر این گونه نمیتوانید، میتوانید توسط واتساپ زنگ بزنید و چیزی که میخواهید بگویید میتوانید اینجا ابراز نمایید. من بحث ما از همینجا اگر شما آماده باشید سر می شود و میتوانید فکری اندیشه های خودتون رو ابراز نمایید. حالا من میتوانم شما رو منتظر باشم. همین رقم واتساپ 48 739 564 719 میتوانید زنگ زنید، ابراز نظر کنید و هم میتوانید توسط لینک استریمیارد که در اپیسانی آورده شدگی هست در اونجا نویسید.
من تلفن هم پیوست شد. کسانی که خوشمند این هستید که در برنامه شرکت کنید مرحمت بزنگید، ما زنگ شما رو قبول میکنیم و با هم صحبت میکنیم. تماشاگران عزیز، تو اینکه نفرانی که میخوان صحبت کنند با خلاصه بیان، چند نفر اینجا بودند وقتی صحبت کردنی من میخواستن صحبت کنند که من گفتنی هایم تمام نشده بود. حالا امروز یک خبر دیگر این است که عبدالله غربتی پرونده اش به دادگاه رفته است، اویله‌اش به دیدنش رفته است، حتی در روز تولدش اجازه ندادند که با او واخورد. گفته است که بیمار است، اما اجازه ندادند که حتی دارو تیند. گفتند که الکی پروندهش به دادگاه رفتگی است و اکنون شما میتونید از دادگاهی ناحیه شاه منصور اجازه بگیرید، بعد ملاقات اجازه میدهیم. حالا ببینید یک نفر عبدالله غربتی را با اتهام این که به کدام یک پلیس نافرمانی کرده است بازداشت میکنند، اما چیکار میکنند؟ میبرند در زندان اتهام میبافند. اتهام چی بافتند؟ عبدالله غربتی اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است. بله، عبدالله غربتی اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بوده است. من همین را از رئیس پیمان ملی تاجیکستان، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ضمن یک مصاحبه هم که سنه 23 ایولی ماه گذشته، یعنی ماه گذشته در شبکه یوتیوبی پیام تیوی نشر شده است پرسیدم. ایشان گفتند که کاش مثل عبدالله غربتی بر این نفرها ژورنالیستانی فعال اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میبودند. کاش میبودند، اما همیشه آنها گفتند که ما اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نیستیم. دلیر امام علی هم از جمله همین خیل، عبدالستار پیر محمدزاده هم همین خیل. اولش اینکه حالا اینها در داخل هستند یک کم آسیب پذیر هستند، نفرانی که حتی در بیرون هستند تا به همین شب روز پشت پرده ها پنهان، یعنی کوشش کرده ایستادن که یعنی آنها به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چسبانیده نشوند، یعنی خاندانشان را اذیت نکنند، عذاب ندهند و هکذا. من به تمام زیاییان، به تمام همون نفرانی که حالا در خارج هستند و به این حکومت یک گفتنیه دارند، یک جمله گفتنیه دارند و گپ نمیزنند، به زبانشان مهر زده اند، دهان کشاده نمیتوانند، شما زیایی نیستید، شما بلایم نیستید. حالا همین روز یک پستی که را خواندم بسیار معقولم شد. سید ابراهیم نوری‌الدین خواندم، در همینجا با 3-4 جمله ابراز کردگی است، 100% درست است. نفری که ببینید، نفری که در تاجیکستان به این زندان کردن ها یک کلمه گپ زده نمیتواند، ده ها صدها هموطنش فعال جامعه پشت پنجره زندان می شود. این فقط تماشابین است، این فقط تماشابین است و در پشتیبانی همین ظالم است، در پشتیبانی ظالمان است. صدها نفر از فعالان جامعه شهروندی، صدها نفر از اهل سواد کشورش داد از دست همین ظالم گفته
در سرسانی و سرگردانی است، در غریبی و غربت است. زبان باز کرده نمیتواند. در تاجیکستان 6 تا است، فقط به خاطر تنجی امانی آسایشتگی خودش و خانواده اش. مگر اونهایی که تاجیکستان رو ترک کردن برآمدن مثل تو امانی آسایشتگی خانوادهشون رو نمیخوان؟ ها به انصاف تو زیایی نیستی، بلای بدتر هم نیستی، یک گوساله هستی. کسانی که در تاجیکستان ایستادید، همین ظلم و ذلالت رو دیده ایستادید، در حق بازداشت شدن عبدالله غربتی گپ زده نمیتوانید، عبدالستار پیر محمدزاده گپ زده نمیتوانید، دلیر امام علی گپ زده نمیتوانید و ده ها کشته شده های بدخشان گپ زده نمیتوانید و درباره اونهایی که در بدخشان ظلم دیدن، خانواده هایی که در بدخشان ظلم دیدن، حالا پشت پنجره زندان شدن، خلبشوف و او خانم ژورنالیست دیگر الفت خانم، شما گپ زده نمیتوانید؟ ژورنالیست هستید اگر به نام ژورنالیستی ننگ آورده اید، زیایی هستید به نام زیایی ننگ آورده اید، استاد دانشگاه هستید به نام استاد دانشگاه ننگ آورده اید. نخود استاد دانشگاه شده چلف میخوره که تو به همون زیر دستانت، یعنی ببخشید به همون استودنت هایت، دانشجوهایت چی درس میدی؟ چی درس میدی؟ درس چاپلوسی، درس سرخمی و سرافکندگی، درس پیشوای ملت. همین نتیجه درس های تو آرو پیش بینی کرده میتونه که عاقبتش چی میشود؟ بغیر از سرخمی، غلامی، سرافکندگی، سرسانی، سرگردانی، زنده جدایی، زنده یتیمی، عاقبتش چی میشود؟ این معلم دانشگاه، استاد دانشگاه، استاد مکتب، استاد کالج، حیف نامی استادی کنتان. چی فکر داره در همین باره شما؟ همه همین بازی نکن به ارباب، ارباب زند به حرباب. گفته شتید می؟ ارباب این ارباب ها در کشور دموکراتی مردم است. دموکراتیه یعنی حکومت مردمی است. این ارباب، این پیشوایی که شما گفته ایستادید در کشور دموکراتی این نام را گرفتن حق ندارد، پیشوا بودن حق ندارد، چون که حکومت دار این مردم است، این خادم است در کشور دموکراتی. یک نفر از واتساپ زنگ زده ایستادند. الو. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله بله پخش زنده است، بفرمایید. بفرمایید. گفتن سوال دارم لیکن کشتن. حاکم بفرمایید. الو سلام علیکم اکی شوکان. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. برادر سلامتون خوب می؟ زنده باشید، بفرمایید. تشکر زیاد برای برنامه‌تون از سلامت باشید. سخن‌های فکرای خوب گفتید. خلق عادی از این سخن‌های شما یک خودش بهره میگیرد، یک چیزای خوب مییابد. زنده باشید. برادر همین مسئله جمال‌الدین نگفتید. همه آدم پرزیدنت شوال نه که بچه گنده نیاوند. همین خیر من نمیشناسمش. نیاکو من هم نمیشناسم گویا. همون شبا خوب میشه. نمیشناسید از کجا من خوبه؟ تخمینم میگم. شاید. و یک سیاستمدار خوب است، جوانی خوب است. اگر پرزیدنت شود همون بعد نمیشه انشالله. رستم نمیمونده گسته؟ یه بار رستم نمیتوند پرزیدنت شده آخه. و اگه خدمت نکرده باشه یگون دانشگاهی بین المللی به نخوندگی وای پرزیدنت نمیشه و نمیتوند و خوبش میبرد. ما در مسکو یک کمتر صحبت کرده، در مسکو یک کمتر تحصیل کرده بود است رستم، با چند درسونش صحبت شدگی هستم. میگوید
خاراکترش چون دتسکی بود که همه یک کودک برین مثل اینکه یک کودک ماشینچه بازی میکند هوشی یادش اینکه پارک بریدش پارک رود هوشی یادش اینکه یکم بازیچه بریدش لیمپوپو بریدش مثل همه بود فکر اندیشش امروز بینی در همه حاضرم همه خیکو بینی این ماشین فردا بینی وای ماشین فردا بینی این نشه امروز بینی این بانک امروز بینی این رستوران امروز بینی وای رستوران بله همه خیک امروز با همین میگذرد و تحصیل کرده نمیتواند از دانشگاه خارجش میکنن دفعش میکنن بپرسید که دانشگاه روسیه رو ختم کرده توانست است نتوانست است این نفر رئیس مجلس ملی تاجیکستان بله هزارها جوانی که هست که همون دانشگاهی مسکو ختم کرده اومدگی تاجیکستان و تاجیکستان رفته با گشت روسیه و کار با اومدگی هزارها جوان هست هزارها جوان هست میلیون گفتن ممکن بله درست این است وقت دانشگاه نخونده یک تمام ما به معقولش نمیخ که خدمت حربی نکرد نرفتگی گنرال جوانترین 20 گنرال سالگیش به گنرال بود جوانترین گنرال در بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در بین اسنگ بله 20 ساله بود نه 28 ساله بود 28 در 28 سالگیش گنرال شده 28 هم جوان است گنرال اکای شوکت تشکر زیاد برادر نباشید تشکر سلامت باشید برادر عزیز تشکر زیاد حالا ببینید نفر از واتساپ میخواستید زنگ زده سوال بدید من رحمت زنگ زنید شما خودتون خارج شدید یا اینکه یگان کس صدیراهاتون شد دم تا بگیر تلفن کش گفت چی گفت که تلفن رو کشت پاتستید بسیار خوب میتوانید زنگ زنید ابراز عقیده کنید سوال داشته باشید بدید اگر ما از خود عالم نمیتونیم اگر توان قدرت جواب دادن سوال شما رو داشته باشه به جان دل میدهیم یعنی در برکش عقل ما در برکش فراست ما دانش ما باشد حتما جواب میدیم ندونستگی باشه میگیم که به این سوالات جواب ندارم من بارها تماشابینان ما شوندگی هستن که چیزی که من نمیدونم گفتگی هستم که نمیدونم خبری که من از اون خبر ندارم گفتگی هستم که من از این چیز خبر ندارم نمیدونی نمیدونم میگویی میدونی دربارش گپ میزنی یگان گفتنی دربارش داری حتما گپ میزنی نداری عذر میپرسی همین طور نیست همین طور است حالا تماشابینان عزیز در کشور ما یک مسئله هست بد باشد خودی باشد گنده باشد خودی باشد گفتیم ما سغدی ها نامرد باشد زنده باشد با همین شعار اینها در اطرافشان هر که خبر نامرد مردنی بی‌سواد جمع کردگی هستند یک پیلوس دارد یعنی یک خصلت مثبت دارد برای آنها البته این خصلت مثبت شده نمیتونه برای آنها دست پیشی بر کرده میتواند چوپلوسی کرده میتواند اکا تغا تغا کرده میتواند جناب جناب کرده میتواند پیشوا پیشوا کرده میتواند حالا بعضی اش خفه میشود که ددوی مرا گاب زدی پدر ملت رو گاب زدی او پدر من است حالا در تاجیکستان پدر به خطاها زیاد شدگی هستند یک نفر از واتساپ ویدیویی زنگ زدن خواهش میکنم نفری که
از واتساپ ویدیوی زنگ زدگی هستید ویدیوتون رو کشید، یعنی تنها با صدا زنگ زنید. نمی شود با شما توسط واتساپ من شما رو ویدیوتون رو پیوست کنم، این گونه امکانیت ندارم. یک نفر دیگر از واتساپ زنگ زدن. الو. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام اکا شورا سازی خوبی سلامتی خوبه؟ شوکت هستم. تشکر به شما. اکا شوکت سازی سلامتی خوب؟ تشکر به شما. بفرمایید. آخی میگن که رستم پرزیدنت یا نمیتون آخی رستم یا پادوان یا دامارده اورا کی پرزیدنت نکنه ای دا یک گوتی چی که یک از دیگه شما که یک کم تراوت چیا او در همین اینترنت نگاه میکنی در سطح مفلس‌ترین در تمام 136 دولت روی دنیا پسترین دولت تاجیکستان در کجا توقی میگیره. برادر عزیز در کیسه چپ رستم امالی مقام پرزیدنتی است. از روی قانون، از روی کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان رئیس مجلس ملی در حالت کورنوشایم اعلان شدن پرزیدنت اتوماتیکی اجرا کننده وظیفه پرزیدنت می شود تا انتخابات. در کیسه چپ رستم حاضر وظیفه پرزیدنتی است. میفهمید؟ او شام میکنه کاکا، او شام میکنش. کی میکشد مثلا؟ او شام میکنه برای که او اینمی دیگراش وری اینمی حال اینمی وضعیت رفته سه ای دباد میکنن، ای دا مردم قشق میکنن میمونن. بله وای پودابون است، پودابون نیست، بسواد است، بسواد است. بردن در همین وظیفه شنونده موندن که در کیسه چپش وظیفه پرزیدنتی است. هرگاهی که پرزیدنت وفات کرد یا که طبق قانون از روی قرار پارلمان کورنوشایم اعلان شد یا که به استعفا رفت، استعفا داد، به طور اتوماتیکی رئیس مجلس ملی، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اجرا کننده وظیفه پرزیدنت می شود و تا انتخابات این وظیفه رو گرفته میبره. تا انتخابات بعد از آن باید انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی در تاجیکستان اعلان شود و حتی حق دارد که در این انتخابات همچون نامزد شرکت کند. و یعنی خاص که وقتی که اجرا کننده پرزیدنت همچون نامزد در انتخابات شرکت میکند عاقبتش چی میشود؟ نتیجهش معلوم. فهمیدید برادر عزیز؟ برای همین برای استراخوفکا او رو به اوج برده شنونده موندگی هستند. قانون رو ببینید در یک کشور دموکراتی پدر میبرد پسر رو استراخوفکا کرده رئیس مجلس ملی کرده میموند. همین اوی چوپلسون اوی لگن برداران رئیس جمهور تنها همین دلیل بس است که بگوییم تاجیکستان دموکراتی نیست. یک پدر پسر رو میبرد استراخوفکا کرده میموند که نوادا من مرم ولست اویله از دست نرود. 9 میلیون آدم رو غلام دانستن اینها دلیلش همین است. همین قدر دلیل بس است که یعنی حالا 10 میلیون شدیم گفته شدن 10 میلیون اهالی کشور را اینها غلامشون بدونن. اینها میخوان به این فکر هستند که یگان کس به غیر از همین اویله سزاوار به وظیفه پرزیدنتی نیست. برای همین استراخوفکا را کارماندگی هستند که مبادا یگان شخصی ناسزاوار یعنی شخصی ناارزنده به وظیفه پرزیدنتی نبیاید، یعنی به طور اتوماتیکی به اویله یعنی در خود اویله وظیفه باقی ماند. همین خودش بس که تاجیکستان رو بگویم دولت دموکراتی نیست و همین سیستمی که ساختگی هست کماند امام علی الرحمن یعنی همین سیستم غیر قانونی است. دولت دموکراتی نیست. دولت دموکراتی باشه چی با ابله غربتی را بگناه بردن سود کردن دلیر امالی را کی پیر محمد زاده را رحمان علی رجب که اون را برای چی بردن او را بگناه سود کردن. کجا در نام دموکراتی در کجای بگناه نامو بگناه در کجای همو کارگر مقامات گناه شبرو گناهگار چی حق گرد داد چی با نگو گنرال بردن دونا فامیلی را زنک بردن برای چی بردن حقیقت برو وردن چی با در کجای هم دولت دموکراتی میگن
کجاده هم دموکراتیا کجاده همه چی که مردم بهوده مایل یاش مسافر 90 85 70 85 دلار چی با بودن شنوندن مسافر دکی پرزیدنت کالونا چی با بودن شنوندنش در کجا دموکراتیا نیست بله 100% در کجا این همه مردم ولی دامی سایت خود آدمای هست که درآمدن کیان مثال چی کردن آیا گروه همو میگن که جمالدین نورالیو گرفت ایش گرفت یگان کس نگرفت این همه یا پلیت که همون دولت پلیت که خود چونه که کار بودو که پولی بانک ها غورت کدای هیچی کدایی نیست پولی بانک همش بانک شویسار رفته که مردمی نفقه شو نمیتونه گرفته اویلگیرش اویلگشا گرفتن نتونید تسای هر در بانک دا صدها 50 نفر رو دامو اجداد کردن نتونستن برای چی همی برای که پول بانک شویسار رفته سای برای چی در 136 دولت روی دنیا مفلس ترین دولت تاجیکستان است جو 132 دای این مردن هم پرزیدنت به هرکی دولت در جو 132 اقلا جو 120 دا باشه 115 دا باشه خیلی دیگه گفت 132 دای مردن هم خود روبار به های هر روز جیپ لانکروز سوار نشون دولت آباد کنن دولت بالا میره نباشه کجا میره درست کجا میرم مردم برای تنگا میتابم میگم تابم از زندگی ما پیش برم لیکن مکنم ملیسا شفرمان تا بگی بار میگم محکمش کجا برا واگنی کبرو را یاس مامرا بتاکی مای نخ برای نه مثلا چه پلیک کوبتا نه بارات همرا میتام دست میتالگه می برا دادرو سات میشه میکنه جوابش میتا دا کجای دموکراتیا نیست اینه ما خودم روی شد میگم ما خودم 3 سال کار کردم دیدم که پاکیزاد نکرد جون اویلک ما 1000 سوم بود 2000 خرجو میشدم بعد سمره دیدیم کار میکردم قرض مراتون میکنم دیدم که نشد خست مسکو اومدم زن گوداگ ما گرفتم اومدم نمیشه در کجا میشه درست تشکر به شما نمیشه در کجا دموکرات هم میگن دموکرات او دولت را میگن که مردمش ای تمام کمبودی بودی چی که برآمدگیت 50-60% کمبودی داره مثلا درش میگن دولت نگه قدر یاردم کردم 50% گشت خود حرکت کرد انا دموکرات هم میگن انا دموکرات هم میگن حقوق بنیادگر میشه انا میارد نکی مدن نستم خیلی چیز یا مردم کمبود ماشین ایرو 100 جدا میکنه میقپد 200 سومش میکنه در کجایی هر روز سرجانتی نو یا سوش نشده درآمدانش داتای پوش کم ریشش گشته سای سواد نداره بچه گنرال بچه پالکونی بچه وزیر جن گنرال کجا دا یک کمبغال کار میتونه کدوم دموکراتیا شو نمی مردم نمیجا همه گوش کردی سای مرا کجا دا هم دموکراتیا ببره نه قدیم سایدنی چه قدیش ما گامدن ما سپور میکنم ما بحث میکنم زنده باشید تشکر زیاد به شما سلامت باشید عبدالله بفرمایید السلام علیکم و رحمت الله و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته که شوقت خوبی تنجی تشکر به شما برادر سلامت باشی اما وقت زنده باشی که سلام میخوام و تمام شنوندگان شما میرسانم به مردم تاجیکستان چی گفتنیم برادرها امی که ما امی مقصد که با غیرت میشیم اقلا نیمی غیرت یعنی خروز باید خیلی پیدا کنیم یک اولای لقای یک اولای مغل یک اولای کلاغاوس یک اولای حرامخور نم قطاجی که کشته استای زندان که استای مدرورت زندان که استای مو خواب که استای ای چی همی ای چیزی همی بدبخت ما میترسیم برادر ما مردم تاجیکستان ای چی همی میترسیم ما این کلاغاوس حرامخوری خوینی ملت نمی وطن فروش ما در سیاست یو دخالت میکنم ما در سیاست نمی قاتل همی امام علی پریزیدنت دیگه امام علی نه نمی کلاغاوس امام علی ما دخالت میکنم
والله قسم بزنین ملیسای کلوب چند استاتیای میزنین بزنین جای من معلومه یک مرگای قاتل امام علی ما در سیاست دخالت میکنم در سیاست دین اسلام دخالت کردی در سیاست دین اسلامی که دین یکتاپرستی دین صلح است دین مهر و محبت دخالت کردی یک کلاغاوس ای قاتل ای وطن فروش وطن فروختی این ملت توجی خیس یکم گپت گفت خیس میتین کرد چی با یکم ملت خیس میتین کرد گفتی چی با وطن فروختی ای بدبختی کلاغاوس ای وطن فروش سویت ملت فروختی سویت فان کردی مردم سامیه جمع کرد با سومی خودش سویت سوز کرد استالبه چسبون با طرف خیتوی برد مردم خودش را با دستی خودش کند تو بدبختی وطن فروش سوم گرفتی در بانک شویتساریا یک جای اوجا بوری ذخیره کردی این بدبختی نواسایت بهنهو ماشین قیمت میگرده این ملت خیست یکم گپت گفت چی با سویت فروختی گفته کرد باید تو امروز بدبخت قاتل فرمو میتی که ای سرزمین قتل کنین شهید کنین بکشید ای بدبخت چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد شب سوزد شب دیگر نمیسوزد تشکر زیاد به شما برادر یک پیام دارم شاید که اگر شوقت آخران سخنم باشه شاید که هم برنامه شما دانه که من از برای الله اگر الله 100 جانم داده بتا 1000 جانم تا من در سیاست کلاغاوس دخالت میکنم برای چی در سیاست الله دخالت کرد ما در روز خوگمونان توف کردیم امام علی در سیاست تو ما توف کردیم در قانون تو ما توف کردیم ما قانون الله ما اطاعت میکنم ایت قاتلانه ای مردم بیاین به سوی دروازه الله را تک تک کنیم نریم در غلام روسیه شیم نریم دروازه روسیه را مقصد تک تک کنیم بیا ما کار هسته رزق از جانب الله بیاین به سوی الله بگردیم زنده باشی آقا جان سلامت باشید زائر بفرمایید سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته همه شما هیچی شرم میکنید تر ناموس داره ندارین شما همه یگان مایده تر ناموس دارین ناموستون فروختگین از چی کسین ملت خطونا وطن خطونا روبر دولت ای قصیح کسین شما بخدو شما به ناموس نیست دیگه ای مردم ها بچه‌هاشا سرگردان کردین همین 6-7 داشتین در با چند سال میدونین ایتا ایتانی چند کس گاب میزنین ای نومی مهاجرو گاب میزنین شما را علاقه همین ما مهاجرو خوب اعلام کردیم خوگای یوتیوب ای نومی ما مهاجرو گاب میزنین اسم میزنین اوس میزنین آخه همین شما ستولت ما در کار نیستین 100 سال ما در کار نیستین خوگای یوتیوب این شما ای کبیری تو حسین اشرف و اقبال بی همه دیگه خوگی درو یوتیوب این با رنگ خطان خوگی خوب بچه طرفدار دارین اگر ناموس که نه همون زناتون شما را به خدا قسم چندش میگه این در خوک شو کدگیم و همون فرزنداتون کلام میشار میبینه شما چی شر میکنی نمیکنی یک کاری مردی کنی یک کاری خوب کنی که بچه هایش عبرت بگن کاری خوب روز تا بگه لغ استفاده بوده سن بعضی همه آدمای مهاجرای بی‌سواد بسیار خوب بسیار من شما رو گوش کردم برادر عزیز آرامانه گوش کردم خوب گفته چی گفته گوشتون کردم
شما خودتون سواد دارید؟ سواد ما پشت همه فیدنگرا را به سواد موندگیم. پشتی وقت شده نمی زده این سر کردیم و نمیخونم که فرزندای ما با رنگ ما به سواد مونا. این نمیگذاریم. من شما رو گوش کردم. اجازه میدید که منم گپ زنم شما هم گوش کنید؟ گپ زن. بسیار خوب. برادر عزیز گرامی، لطفاً دقت کنید. حالا شما ملت پست میزنین، کشور پست میزنین، گفته شدین. من در یک سیمپوزیوم بین المللی برآمد نکرده ایستادم. این کانتنت تاجیکی است و با زبان تاجیکی صحبت کرده ایستادم، با زبان بین المللی انگلیسی یا نمیسی نه، با زبان مادری هم برآمد کرده ایستادم، برای هموطنانم برآمد کرده ایستادم و اظهار نگرانی کرده ایستادم از وضعیت امروزی وطنم، مردمم را آگاه کرده ایستادم با زبان خودم به مردم خودم. این یک. اگر این گفتگوی مرا برادر، من آرامانه شما را گوش کردم، حرفتون را نبریدم، از شما اجازه خواستم که به من هم اجازه میدید که من به نظرتون نظر جواب دهم. من گپ در آمدم. حالا شما ببینید که طاقت شنیدن نظر مخالف رو ندارید و در همین حالت شما ادوکت حکومت هستید و ادوکت های حکومت هم مثل همه شما هستند، ناخوانده، مکتب ندیده، بی‌سواد و فکر میکنند که هر کی گپ زد به همون شعور تنگشان، به همون شعور فهمیش بی‌سوادانه‌شان فکر میکنن که هر کس که تنقید کرد این کشورش رو پس زده شده است. نه برادر عزیز. حالا در تاجیکستان یکی از کمبودی‌های اصلی، یکی از کمبودی‌های باید اصلاح میشده این است که کادرهای کم میبراریم در مکتب. طلبه‌هایی که ما درس میدهیم بدون فکر انتقادی به وایه میرسن، مکتب تمام میکنن، دانشگاه تمام میکنن، فکر انتقادی ندارن. یعنی به هر یک متریال، به یک چیز، به یک سخن، به یک حرف فکر انتقادی ندارن. یعنی گفته نمیتونن که شاید همین گپ نادرست باشد. جناب گفت درست است، وزیر گفت درست است، رستم گفت درست است، آزاده گفت درست است. برید محکم کنید. گفت برای چی امروزه وزیر کارهای داخلی ما، پلیس ما، پروکراتور ما، سود ما، برای چی امروز نمیتواند فکر مستقل داشته باشد، مستقلانه با افتخار از روی قانون کار کند، با شهروندان مناسبت کند، از روی قانون پرونده جنایی باز کند و پرونده را گرفته برد، از روی قانون قضاوت کند. برای چی نمیتواند؟ برای آن نمیتواند که او فکر انتقادی ندارد و وقتی که از بالا گفت که همین باید سود شود، پشت پنجره زندان شود، بدون هیچ یک گناه ثابت کردن گناه در یک مدت کوتاه به 28-30 سال زندان میکنند، به 20 سال زندان میکنند، در یک هفته قرار میبرند. و برای 28 سال زندان کردن یک بار پرونده جناییش را سنج، یک سال گذرد، 2 سال گذرد، 3 سال گذرد، به سنجش درار. تو درباره نیم عمر یک آدم، عمر یک جوان قضاوت کرده ایستاده. نه این در یک حکم میبرند. انا بیا همین سوال در جامعتون بود داشتی گپ زد. برادر عزیز، به حبس ابد رفت. کی گفت؟ جناب گفت. کی گفت؟ پیشوا گفت. از بالا فرمان آمدگی. از بالا فرمان آمدگی در تاجیکستان در زبان هر یک منصبدار میشنوید. پس این رو تنقید نکنی چیکار میکنی؟ این تنقید کردن یعنی گفتن گپ است که هی شما حقوق من رو پایمال کرده ایستادید، حق من رو پایمال کرده ایستادید. من حقم رو میخوام. حقم این است که مرا بدون جنایت. بیا من وقت ندارم تو سر گام میزنم. 2-3 سوال من میرم من ترین تو عصبم ته چی نیست که همین دیگه تو سر لاغلاق کنم. تو یا سوال ته گابزا بود
عزیزی برات شما وقتتون نبوده است برادر عزیز تا سحر لغلق نکنید چی گفتنی تو یا سوال بودم من جواب تو مخوی تو سحر گام میزنی سوال من همین است به شما چی فکر دارید ما چیکار کنیم فکری ما همه که ناموس کنین پگا فرزنداتون بینن در یوتیوب کلان شوان نوساد بینن بگه که بابای من بابای نگه که پراستیتوتکا بوده رفته در اروپا پرداژ فروختن ناموس شونا خیلی مادرای پدر و مادر ملت سیاه کشیدن در بین چند دولت در یوتیوب. بسیار خوب تشکر. من خودم یک مهاجرم نظرم که برادر من صدایت رو پاس میکنم با اجازه. من به این نظرم که برادر عزیز فرزندان من اهل عائله من گرد اطراف من برادرانی که مرا میشناسند یا که نسل آینده من که این نوا رو میبینند میگویند که الحمدلله بابای من الحمدلله پدر من کرخبار نبوده است ترسانچک نبوده است در برابر ظلم خاموش نایستاده است مردک بوده است که وقتی که به سرش ظلم آمد نترسیده گپش رو گفته است فهمیدید آخه مردک میرود در اونجا عبود میکنم تو نورنگ مردک در همونجا گپ زدن من عبدالله غربتی گپ زد چیکارش کردیم آخه نیتی نه قطعی گپ زدن درست برادر عزیز بیاید به نوبت گپ زنیم نگاه کنید برادر عزیز وقتی که همه یک حکومت رو پشتیبانی کرده ایستادید که در برابر یک ژورنالیست طاقت حرف او رو گوش کردن ندارد در برابر یک بلاگر شنیدن طاقت شنیدن تحملش شنیدن حرفای او رو ندارد تنقید او رو ندارد این چه خیلی حکومت است این چه خیلی حکومت است برادر عزیز چه خیلی میشود از این حکومت پشتیبانی کرد باز شما دعوت میکنید که من هم برم با اینها روبرو گپ زنم اینها مرد نیستن اینها ترسانچک هستند ایزاربری هستند گفتیم ما اشتی ها ایزارشان تر است بوی گو میکند اینها طاقت یک ژورنالیست یک بلاگر حرفش شنیدن ندارن مردکچه تحملش ندارن اینها حرفی مرا میشنون مخالف سیاسی رو میشنون نمیتونن اینها اگر قدرت این را حکومت تاجیکستان پیدا کند قدرت این را پیدا کند که تحمل نظر مخالف را داشتگی باشد امروز چرا ما در اروپا در غریبی میایستادیم همین روز میرویم اروپا به شما چی هست شما اروپا گفت چی در اینجا یگان نون خشکی تخ کرده موندگی است از یک لبش گرفته زدن میگیری لعنت به این روزی که در اروپا میگذرد برادر عزیز لعنت به این روزهایی که در اروپا میگذرد ناشکری نشود یک ساعت با نان قاق در وطنم بودن را به همه بودی شدی مال دنیای اروپا نمیگیرم برادر عزیز اما دشمنانم ضعیف و نامردن دشمنی مرد آرزو دارم مرد باشد گپ روبرو گفته تواند از زور قدرت از زور ارمیه از زور امنیت از پلیس استفاده نکند بر ضد مردم خودش من حاضر آمادم رفته روبرو میشم حرفایم رو میگویم از روی قانون میگویم از روی قانون طلب میکنم حالا برای چی ما از خارج گپ زده ایستادیم برای اون که تا این حد تاجیکستان پخته نرسیده است فهمیش حکومت دارای ما تا این حد اومده نرسیده است یه تنقید پذیر نیستن تحمل پذیر نیستن اکستریمیست هستن تروریست هستن مردم ترور کرده ایستادن برادر عزیز برای همین ما در اروپا هستیم در اروپا بودن این عیش و عشرت نیست این سرسانی سرگردانی است این بی‌وطنی هست به وطن زار بودن است برادر عزیز این آشکار است من این رو پنهان نمیکنم گرچند بعضی ها ششلیکشان رو نشون میدهند آش پلوشان رو نشون میدهند منتویشان رو نشون میدهند که به اینجا گریزش من آشکار میگم اینجا من برای این نآمدم من حتما و کسانی که هم اندیشه من هستند هم عقیده من هستند هم سنگر من هستند به این نظر هستند که حتما هرچی تیزتر هرچی زودتر باید به تاجیکستان برگشت و یک برد نان خشکی تاجیکستان به همه همین عالم نمی ارزد به همه در غربت بودگی
این رو فهمیده مونید. حالا هزارها هزار ضررهای وجود دارد برای مهاجر که در وطن باشی از این ضررها خلاص میشوی. سلامت باشید برادر ظاهر. تشکر به شما که اظهار نظر کردید، از ما تنقید کردید. از شما خواهش میکنم که در صحبت های آینده تان با دلیل، با اثبات یک کمتر خوبتر صحبت کنید. خرسند میشیم. سلامت باشید. الماس مولانوروف بفرمایید. بعد از آن زنگ واتساپ تقریبا 12 منوت باز زنگ واتساپ انتظار هستند. الماس بفرمایید. بعد از آن واتساپ رو پیوست میکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. برادر و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من راستش هم تمام داشتم یک نفر برآمد گفت که شما میره اروپا گپ میزنه، ایدرن نمیای گپ زنه، مردک باشه بیا تاجیکستان آباد کنه. ما هر یک قدم تاجیکو میخواهیم که در وطن ما یک سهم خود بگذاریم. شما بمونه میدان آزاد با خدا 5 دقیقه رحمانوف داشت نمیکنه. در 5 منوت ما دیگه آدم انتخاب میکنیم. 5 دقیقه در بخدا آزادی نیست در تاجیکستان. چوبا من یک دهن گپ میبرم در یگان افیر گپ میزنم. من در یگان حزب حرکت هستم. من مخالفم. من یک دهن گپ میزنم شما میخزی من استاتیا میزنه هر روز با سر پدر و مادر من میره. بچه تو ما بگو برآمد نکنه خیلیش میکنیم بخیلیش میکنیم چیکار میکنی بکنی اخوی. برادر ما بود 23 سال داده منم برای با 50 سال دیگه من نتی برای همین گپ زدن اگر من ترماشینم من به خدا 24 ساعت گپ میزنم. شما ناحق اگر شما میفوری تو که من نبرم در این افیرا اینو گپ نزنم در همون وقتش من شما را گفت اگه بودم که بچه پاسپورت من بتیه من قفای زندگی میرم من به یگان چی کار ندارم. نه که شما من هم خیلی کرده که من به شما کار بگیرم. شما اگر پاسپورت من نمیداده من این محل شما من نمیدونی چند که شما زلال دادگی حکومتیو. من در روسیه 120,000 روبل میگرفتم اویلک. من شما 3 سال چی سرگردون کردگی من خیلی اویلک ولی نگرفتم. 3 سال اخیر من نگرفتم. 2019 من در گریزم تا حاضر. شما میدان آزاد بمونه من بیام مبارزه برام زید شما. من میخوام به نزدیکی حزب بوی میکنم ان شاء الله. بعد اینکه شما میبینید که کو طرفدار کی بسیار میشوند. طرفدار شما یا که طرفدار حزب من. شما سگ بچه‌هاتون روی نکنید این افیرو. خواهش میکنم یا به عقلت بروی بگه که اکه شوکت ناتوغوری گپ زده سودی. دکازاتش که ما امروز دم این مردک نگیریم قفوی مردک نریم. بیای دکازاتش کنه که اکه تو ناتوغوری ما بگیم که خیلی ممکن ما گمراه شدگیم خیلی بیای ما را اصلاح کنه. همین خنه برادر با فکر بدلیل بیای مصلحت کنه ما شما را نفتست نه که ما میریم خطی شما پرام میکنه. بیای ما میخواهیم که یک دولت آرام دموکراسی در تاجیکستان باشه. یک کس میخواه ریش بمونه، یک کس میخواه سطر بکنه، یک کس میخواه مین یوبکا بکنه بگرده. مرحمت دموکراسی همه چیز. دموکراسی همه چیز. همینجا باشید برادر الماس حالا همینجا باشید. یک نفر تقریبا 15 دقیقه است که انتظار است از واتساپ گپ زند. او رو میشنیم با صحبت رو دوام میدیم. زنگ واتساپ بفرمایید. السلام علیکم. شوکت صادق خوبین؟ و علیکم السلام و رحمت الله. عذر بیادت که ما شما رو بسیار انتظار کردیم. بفرمایید. هیچ گپ نداره. ما همو پیش از اکی الماس یک کس صحبت کرد خواستیم خطی اول صحبت کنیم نشید. ما چی گفتنیم؟ ما اروپا دانستیم ما همی مهاجرایم که گبیچنه تا همه قسال عذاب کشیده گشتیم. همو مرغا در گفتنیم که یگان آدمی از کوچه علم و معرفت گذشتگی در تاجیکستان گرچند کم موندیان همش سر کردیستیم و یا نمیبرن زیدی هوای ظالمو گبزن زید داره همون ظالمو باشن و یا خب کردیان میدانن میسو زندگی دارن. این مرغایی که میبروین این بیچور کوره هستن که یک خیلیش مجبور میبروین دیگه هاش
мисол аз камақлӣ худшон меброянд, гапошонро мезананд, то меган муҳоҷиро бесаводанд, кадом одаме ки ба илму ба савод буд бурдан маҳкамшон карданд, дигаҳошонро сир карданд. چی طلب دارن؟ برای چی میخواهند؟ میگن مبارزه از دور گپ میزنین، مثال از اروپا گپ میزنین، بیاین از پیش گپ زنیم و بود نیست دیده دونسته با میگیم بیاین از پیش گپ زنیم. مثال گپ در چیه؟ مثال که ما دموکراسی میگن، دموکراسی را امر معنی دموکراسی را اگر هوایی بفهمند، آدمی که یک ریشی خودشه، ما مسلمانم الحمدلله مثال 90% اول 100% دین ما میسته، دین مثال چخل راست دموکراسی کسی چخل زندگی میکنه کنه راست ما شهروند هوای کشور هستم، راست دموکراسی ما میخوام که اسلام ریش بونم، مسجد روم کای خواهم، فرزند ما علم تعلیم اسلام بچیم، نه اینکه رنگین حیوانات مثال چی شوند. یک آدم مثال آدم وارد تربیت آدمی بچیم، مثال ما همه زندگی کردنیم، همین دموکراسی همین ما را نمونده استند. این دموکراسی به نام دموکراسی چیه؟ میخواهند یک تعلق کلونی مایداش قانون وجود ندارد، یگون چیز بر وجود همه یگون همین مرغوشون میخیزن زیدی مردم گپ میزنن. مقصد ما چیه؟ ما از همین اکثر خیلی ما مهاجرو بیزور شدگیم، همین حکومتی که تا 30 سال فقط رخوتا کلان کرد، فقط رخوتا کردی بدبخت. کجای میروه مثال رخوتاش قطعی میبره، حافظاش میبره، یگون بهبودی در بین بگیم جهت میزدون نرودنی یگون کار کرده نتونید. ما همون قربی ما گرچند اول سوسته بود، خوزی بور به یک جای رسون که دیگه شرمون میوه مثال نامونا بگیرن، همی چی را تاجیک بگیرن. مقصد چی مونده؟ شرم مرگ بر همه سیاستدارایی که خلقشون بردن تا همین جا را ما را رسوندن. همین پیشواد میگه سگ باشه، همین 100 تا پیشواد همین مرغ باشه میگن آخر باشه مرغ میکنن، ما را همخی کردن. او کثافت خودش تک پلوژن زندگی داره در عیش و عشرت، اما مثال ما را خون منمکیده سیان در همین غریبی از زن گودک دور حجاب مانا گرفتن، مسجد مانا گرفتن، دختر فرزند پدر مادرای ما را لچ خلق آریون برده سر دادیستن، اصلا ما چی هست کردیستن. یگون آدم عالم اسلام نمیبروید که اول یا کم ترچیده جهاد میگفتن یا که مقابل یا چی میخستن. حاضر یگون عالم اسلام خطب از همین تلفنی نمیبروید مردم نصیحت کنه که سطر حجاب اسلامی مثال گرفتن، مسجد محکم کردن، برزید یا خستن حق از مرد هر یک جوان مرد باید برزید یا زیدیت ببراره. تشکر به شما برادر عزیز، سلامت باشید، زنده باشید، تشکر زیاد، سلامت باشید. محمد تقویزاده خوش آمدید به برنامه. اول الماس مولانوروف گفتنی‌هایشان را به اتمام میرسونند، بعد نوبت را به شما میدیم. بفرمایید الماس. یا بارگاه سلام علیکم. راستش پروست آدم درد میکنه که اینا میبرند میگن که شما رفته ایدوری گپ میزنید. آخه شما فضا را آزاد بمونه، تماشا کنه که بچه‌ها رو گپ زدن در درون دایگون حزب حرکت نبودن، بیچاره‌ها ژورنالیست‌ها ابیچنی برآمدن درد مردم گفتن، گرفته برده چیکار شو کرده 4 تا امروز همه میبره ترما میکنه. شما بدبختا ولی همون رپروش هم ترما میکنه، نمیدونم حافظاش هم ترما میکنه. شما من به خدا امروز یک ویدیو تماشا کردم، با فکرم در شهر ورشاوای برادر محیدین کبیری قطعی همون عبدالرحیم کلوبی گپ میزنه، میگه که شما همتون شیعه، شما خیلی. من خطابم به همون ملا عبدالرحیم ایده
من در چی حیرون میشم اوقا مرده که کلونیونه که گرنی به سوادی دا نیمی بدخشون شیعه مذهبه اگه نه بیا بریم نیمی بدخشون رو بکشیم یا که بریم همشه محکم بکنیم که شما شیعه او در دولت میشود خریستیان میشود مسلمان میشود نمیدونم بودیزم میشود بخدا میشود هر دین وجود داره در هر دولت بعد میخوزی میگو که تو شیعه تو کمونیستی نمیدونم تو نهضتی یا که یک چیز دیگه شما کن در عقلتون نداره جایی که میوه که 1 میلیون هزار آدم شما تماشا میکنن میبروی گریه میکنه و امام علی دفاع میکنی او امام علی امروز بفگه بار چمنش میگیره بخدا که در تاجیکستان نمیوشه نگونم همسایه افغان شوره میگریزه میروه فهمیده نه که شما همه تو نزد ملت جواب میتی بعد همه حکومتی ها خواهش میکنیم که وقتی که آدم یک جا روان میکنه بسواد نروی کنی امروز خیتایی ها زبان تاجیکی همه آدمایی که شما میبرید در ایفیرو گپ میزنن هوا بهتر گپ میزنن زبان تاجیکی را خیتایی شما یک آدم میبرید گازیت خونده نمیتونه شما در 30 سال یک کدر تیار کرده نتونسته شما یگان کار تو این روزا نکرده من این عینوهی قبادیونم در نوحیه ما چی آبادی کردگی ای دوشنبه ای شهری توست تا دوشنبه را ای دور SSR تا امروز اولی اسفال مو خیلی بد همو خیلی ما در سال 3 بار 4 بار خدوای ماشین میکنی یک بار راه مون نکرده سوید مون نمیتی 5 ساعت سوید داریم 4 ساعت سوید داریم در یک شبانه روز شما ای کدوم دموکرات به خدا شما گپ میزنی من نمیدونم در جای آبادی در جای آزادی اگر آزادی میشید من ایجاد نبودم امروز در هم تاجیکستان نمیدونم اما خفای زمینام میرفتم گندم میکردم یا تربوز میکردم میگشتم نه که شما بدبختا همه خیلی کرده که من میبرم ای سپس هر روز دیگه میبرم من زیر شما گپ میزنم شما را من 1000 بار گفتم که زمین منابر بگردونه اکی من سر بتی مچتی ما را هوی بکنه من دیگه گپ نمیزنم بر میگردم به تاجیکستان نه که شما این کارا را نمیکنه تا وقتی که همین چیزا بد نمیشن از طرف من شما را میگم من نمیجا برآمده گپ زدن میگیرم نسبت شما بدبختا را شما را من در درنی تاجیکستان بودم گفتم که پاسپورت من بتیه من در یگان حزب حرکت نیستم خوشم نمیشم اخفا زندگی میشم نه که شما اونم کمالدین رئیس ششم عدل نوحیه خبادیان بعد صبورف معراج هر همه آدما سبب شدگی که من امروز در اروپا من زندگی خوب ندارم در اینجا شما میگه که شما رفته در اروپا گرنیه من لیله بیزارم من لیله ایم دولت اروپایی بیزارم من میخوام برم در وطن خودم باشم در همون لوی جنوزی خودم باشم فهمیده در همون تاهای بدایی که لوای دایره خودم باشم زنده باشید تشکر شما بخدا من وطن دوست می‌دارم برادر اکا شوکت بخدا من میخوام برم سهم خود بگذارم در وطن من اگر برادر من آزاد ببود تا این چقات ما خیلی وطن خودمون آباد میکردیم مردک بسیار پلانا داشت که اینا میبینن که یک آدم کمتر سواد داره یا آدم کمتر عزت حرمت داره یک آدم نمیدونم نفوذی زیادتر داره در نزد مردم او آدم هم میگیرن اینا میبرن محکم میکنن برادرتون کی هستند عبدالرحیم وصیف عبدالرحیم وصیف بله من که میشناسم تماشاگران شاید نشناسن با چی جوری پشت پنجره زندان شدن و همه تحسیس گروه 24 بگیم همه آدم بودن سهراب ظفر بود مقصود ابراهیم عبدالرحیم وصیف مثال نورالدین ریزایی این برادرها بودن اینا همه شهر روسیه دا گشتگی بودن همه را دعوت کردن گفتن مثال برآمدن در مسکو یکاترینبورگ سمر نمیدونم همه شهرهای کلونی روسیه دا گشتن گفتن که رحمانوف ظالم است سال 2014 بود امروز او برادر رفت در زندان 23 سال دادگیشن اون بچه را که تنها گفتگی که رحمانوف تو گوکله سواد نداری یا طرف به یک آدمی با سواد بیا اگر او قوتن دوست بداری استعفات من میرم بر جای همچون رئیس جمهور 2015 تا 2020 تاجیکستان هم آباد میکنم که در 50 سال سرد از یه ما دایراب نمیکنم برای این همین خیلی گپاش که گفت که ریشای ما را نتراشه مچتای ما را محکم نکنه برادر من هم ملای هم ژورنالیست
اینا خواستن برادر من گشتن 23 سال محکم کردن. چخه من نسبت اینا خاموش بیستم. بخدا من خاموش ایستادم. تشکر زیاد برادر عزیز. ما شما رو شنیدیم. تشکر به شما. در برنامه‌های دیگری ما هم شرکت کنید. حالا محمد تقوی زاده رو میشنویم. سلام علیکم. خدا نگهبان. سلامت باشید. سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوبه صدا دکای شرف. تشکر به شما برادر عزیز. ان شاء الله هر داخل شدن 4 مصرع. بفرمایید. این دفعه بیشترش کنید. یک پادبان ما رو در جهان مرد در یک جا نایستادن در کار. 4 مصرع بود، 8 مصرع، 8 مصرع بود، 12 مصرع برآمدن در کار بالا. بله ان شاء الله. یک پادبان ما رو در جهان مردی کار کرد. از خر فرآمد و خود را بر اسب سوار کرد. 10 نفر از تیر قرغیز جان به حق سپرد. او روزی ماتم خلقش آشی نهار کرد. روزی که سعادتای پراندن قرغیزا، رحمان همونجا آشی چند تانه کرده بود خود جنبه. بله. امروز خودش را در جهان شرمنده کرد. همون آب و ضیافتخوری قافلانبای کتی حتی جنازه قیس انگلش هم بد نرفت. و نزدیکان خودش هم رحم نداشت. از من نفهمیدم و چقدر انسان باشد. نه اونها میفهمن اینجا سفری کوری رفته ایستاده است آخر. سفری کاری آخر و انسان آدمیزاد یک بار میباید یک بار میرود و سفری کاری با هزارها بار میشود اکی شب کرد. بله. که معلوم شد قدر و قیمت آدم یک تنگه بوده است. بعد این برادرایی که از من پیش گفت زدم، من اینا با راضی نیستم گپ اینا با. اینا میگوین که ما تا آخر بازدید شما میزنیم. اگر ما همینجا 20 سال دیگر گپ زنیم، عالم های بهترین پیدا شوند. عالم ها حتی همه قرآن چپه راست خوانند که از داخل کشور کسی که حکمرانی داره تاجیکستان آنها هیچ جا نمیروند. درست. با آن خاطر که من فکر کرده برآمدم همینجا یک گپ اینا با سخت تاثیر میکرد از اکای شفقت. دیگر یگان چی تاثیر نکرد. نه زدن اینا با تاثیر میکند، نه فهموندن، نه گفتن، نه سرود خواندن اینا با تاثیر نمیکرد است. اینا با یک گپ تاثیر میکرد است که کلمه ناتاجیک، اینا خونی تاجیکی ندارن، انما ناتاجیک گوین یراق بهترین برای همین کلمه ناتاجیک است. بله. امروز باید انشالله تاجیکا سرجم شوند. تاجیکا همه گریختن. از داخل تاجیکستان آدمی خونی تازه نموند، همه فرار کردن. یک توده اوباش ناتاجیک مردم تاجیک ظلم و ضلالت کرده گشته است. یک توده تروریست، آدم کش، نمیدونم اینا از کجا پیدا شدن. مردم ما را جبر و ظلم دارن. جواناش مکتب تمام کنند میگریزند میرود روسیه کار کنی، پول روی میکنند، اینا دم گرفته راحت کرده گشتن. امروز باید تاجیک کلش کار فرماید، به وطن خویش برگردد، از این قاتلا خانوادهش رو خلاص کند. دیگر علاج نداره. با پروپاگاندا برداشتن یک خیلی کانال ها با که امریکا را اینقدر سوم میتید، اونجا را فلان قدر سوم میتید. من به نام خدا همین پسو بیا که از دولتی آمدم، من اتکس کردم اکی شب کرد. من دست پا دارم همونجا. اگر شما دیده باشید من چاپ کردم. چیکار میکنم؟ من میمونم. من خودم تامین میکنم یک کس به متهم نمیشم. اگر بدهم برایت گوید که فلانی آمد ما به پناهندگی پرسید و پول ما خورد گفته. یکی انسان ها به خاطر که پناهندگی گیرن، به خاطر که زندگیشون پیش رود، امروز میبراین همون چیز میگیرن، تماما سیاست به دور میشوند. وطنشون از دست رفته است. وطن مادر است. گویا که مادر خود به ما و شما خیانت کرده ایستادیم. هموطنان عزیز، باید انشالله ما سرجم شویم، ما رویم وطن ما آزاد کنیم. دیگر یگان هم گپ گفتیم اکی شب کرد. بله. تمام گپ یگان گپ موندگی نیست. اوزی
چقدر که استاد کبیری برآمدن گفتم بو آخی مجبور کنن دروغ گویم گپ ندارم من برآمده چی گویم مردم با من دروغ گفته نتونم برایم که دروغ گویم مثال دیگه گپ نمان گفتن چی گویم همه اکای شفقت در امان زنده الله باشید. تشکر زیاد به شما برادر عزیز. سلامت باشید. تشکر زیاد برادر. به نهایت نگران کننده است. واقعا دردناک است. چند نفر از واتساپ زنگ زدید، بند بود، خط علاقه بند بود. اگر خواهشش رو داشته باشید میتونید به نوبت از نو به یکدیگر خلل نرسانده زنگ زنید، قبول میکنیم. فقط وقتی که خط بند است خواهش میکنم، یک نفر گپ زده شده است، خواهش میکنم نوبت رو رعایت کنید. زنگ واتساپ بفرمایید. الو. سلام علیکم. اوضاع میاد؟ و علیکم السلام و رحمت الله. کمتر بلندتر گپ زنید، صدایتون پست است. من گوش کردم واسه که یکم باید میدونم مهاجران یکمش همه مردم توجیه باور میکنم نه همین راسته وقت تاجیکستان میرم که 90% زیناکار شده اگه 90% هیچ وقت دیگه یه پیشرفت یه رو خدا زدگه که یه دیگه هیچ وقت پیشرفت نمیکنم. باور میکنید من اینا یگان کس همش باید در بالا جای نماز باید دعا کنه که خداوند برای راست هدایت میکنه. این دیگه این یگان چی فایدهشون نداره. باید اول خودشون اصلاح کنم، باید مسلمان باشم. این در تاجیکستان میره نمی 90% زیناکاره. 90% چی نه مردم عادی نمی تاکسی در تاکسی شیشتن هم فقط گپشون عروس بازی نمی توبه کردم خدا میبرم میبینی اونجا که در همین راستی اوتری نیست. کار باره که در همون تاجیکستان در راستی هم نیست. زنده باشید برادر عزیز. تشکر زیاد به شما. سلامت باشید. زنگ دیگری واتساپ بفرمایید. الو. الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما سلامتی خوب؟ تشکر به شما. بفرمایید. آواز من ناز میاد؟ سلامت باشید. صدایتون خوب است. تشکر زیاد. هر یک برنامه شما برای من ایده است. زنده باشید. چرا که وای دانشجو میرود که در امتحان سپاری وای پروفسور میگوید که این گل برای چی؟ و میگوید که это цветок каждый экзамен для меня праздник. همین خیلی شوخی. بله من چی گفتنیم؟ همین 70 ساله که ما در اتحاد شوروی بودیم، ما با نام ملت بودیم که خیلی از بسیار چیو امنیت داشتیم، همون آزادی هم نسبی بود. با نام ملت بودیم، خیلی که خلقیت بودیم. من همین در 30 سال اخیر ما همین خلقیت رو از دست دادگی. خلقیت گفته چی گفتنی گفت؟ خلقیت گفتنی گفت همین که مردمی که حق خود را طلب میکنند و برای آزادی مبارزه میبرد این را خلقیت میگویند. آن شما بینید که در همین تاجیکستان کی حق خود را طلب کرده میتواند یا که برای آزادی مبارزه میبرد. این اگه چیز راست نمیاد. اگر اگه گپ حق خود را طلب کنید تو را دستگیر میکنن. برای همین از ما خلقیت هم از دست دادگیم. از ما یک قوم شدگی چی معنی دارد؟ معنیش همین که یک کس رو اطاعت میکنیم. از ما فقط یک کس رو اطاعت کردیم. عاقبت قوم با از قوم پس بودن این غلامی است. ما رو اگر ما میخوای رفتن بگیریم ما رو همین حال احوالمون به غلامی برد. برای همین مردم تاجیک باید که هر
زنده باشید. تشکر زیاد به شما. زنگ دیگری واتساپ رو قبول میکنیم. الو الو، خواهش میکنم یوتیوبتون رو خاموش کنید بعد گپ زنید. سلام علیکم شوقت. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. من یک برآمدی شما گوش کردم. همون مثلا شما گفتید که روسیه تجاوزکار. بعد یک данные без доказательства. Второй, Россия در جنگ اوکراین نابود شد. یراق روسیه تمام شده ایستاده است. پوتین یراق گفته گشته است، اینجا رفته اینجا رفته. همین خیلی سخنوی باید گفته. شما همون در پولشه همون اینفارماسیون وای پولشه گوش کرد، تلویزیونی پولشه، رادیوی پولشه. پولشه جنگی چی گویم اطلاعاتی میبرد این روسیه گدی. اینفارماسیون بار دروغ خلق میگوید. همین چیزا به فکت رقم همین چیزا نگفتن در کار. درست. روسیه یگان کس به زونش بیننده نمیتونه. من گپ بسیار نمیزنم. بسیار خوب، تشکر. حالا دفعه گذشته بعد از خط علاقه برآمدن شما من صحبت کردم. خواهش میکنم در خط علاقه باشید. مطمئن باشید که هر یک حرفی که من میگویم حتما به حرف گفتگیم دلیل میکوبم، دلیل میوبم، با دلیل صحبت میکنم. من پیرانسالی شما رو، حالا من شما رو بدون بریدنی، من نوبت از اون که کلانسال هستید با خاطر احترامتون من سخن شما رو نبریده گوش کردم. از شما خواهش میکنم که سخن من رو هم نبریده گوش کنید. یعنی آداب بحث همین است. یکدیگر رو گوش کرده بحث میکنیم، یکدیگر رو گوش نکرده بحث کرده نمیتونیم. روسیه یک کشور یا که یک پیغمبر سیاسی، پوتین یک پیغمبر سیاسی نیست. یا که روسیه حقی تمام جنایت دست دادن و تازه بودن رو ندارد، پاکیزه بودن رو ندارد. روسیه وقتی که به خاک اوکراین زده در آمد، در خاک اوکراین جنگ کرده ایستاده است، این تجاوزکاری است. من مدت 5 سال عمک گرامی در اوکراین زندگی کردم. یک فاشیست، یک تجاوزکار، یک بدبین روسیه رو ندیدم. من 5 سال در اوکراین بودم. شما اگر یک نفر عادی اوکراین رو بیارید با یک نفر سوادناکی روسیه روبرو کنید، هر دویش رو قیاس کنید، باوری دارم، مطمئن هستم که شما در سیمای روس فاشیست رو میبینید، ملتگرا رو میبینید، ظالم رو میبینید، ناآدم رو میبینید. چقدر خصلت های منفی باشد از او روس پیدا میکنید، از این اوکراینی عادی پیدا نمیکنید. من 5 سال بودم در روسیه، 14-15 سال بودم عمک گرامی، و هر روزم در روسیه امید میبردم که کی آب نانم از همین روسیه کنده میشده است. و باوری دارم که 80-90% مهاجر تاجیک با همین فکری من است که
های همین ریسک روزم از همین روسیه کنده میشده است. تو در وطنم در پیش فرزندانم نونم رو یافته میخوردم، از همین تحقیر روس‌ها خلاص میشدم. میگه درست است، آدمای خوب دارد، درست است، انسان‌های خوب دارن، لیکن وقتی که به یک کشوری همسایه‌ات، به یک کشوری همدینت زده میدروی، مردمش رو میکشی، شهرهایش رو تیرباران بمباران میکنی، از تو جدید تجاوزکار کی است؟ کی است دیگر؟ این یک چیز دیگر. من در پولش نیستم امکی گرامی، من در یک کشوری زندگی میکنم که به یگان بلوک نظامی همراه نیست، نه با امریکایش، نه با روسیهش، نه با یگان بلوک نظامی همراه نیست. من در کشوری زندگی میکنم که من در پولش نیستم و در این کشوری من تا به حال حاضر از روسیه نفت و گاز میخرد و سیاست ضد روسیه قریب که ندارد و یک سیاستی نیترالی دارد به همه. برای همین هم که گرامی شما خواهش میکنم نرنجید، گرفتاری همون اینفورماسیون های بردروغ روسیه شده هستید. یک بار اینفورماسیون های آلترناتیوی رو هم جستجو کنید که اینفورماسیون های آلترناتیوی در برابر روسیه چی میگوید. روسیه که یک اولیای خدا نباشد، پوتین مثلا گریم که زیدی وای گپ زدن ممکن نباشد، از جنایت های وای گپ زدن ممکن نباشد، میلیون آدم کشد هیچ کس گپ نزنه. من تحصیل کرده روسیه هستم، دانشکده بین المللی حقوق شناسی روسیه رو ختم کرده هستم. امکی گرامی میبایست من به تمام وجودی هستیم جانبدار سیاست روسیه میبودم، اما من جانبدار ناحق، ظالم، قاتل بودن نمیتوانم. این انسانیگری تا این حد اجازه نمیدهد که مثلا گریم یک برده نان یافته ایستاده یا که پنسه داده ایستاده است روسیه به تو بیایی از تجاوزکاریش پشتیبانی کنی. این خیلی نمیشه که گرامی. بفرمایید. بیا ما یک سوال کم نباشه. بفرمایید. همه یک فکت نامبر کردین، گفتی 75,000 عسکر و افسری رسی یراق روسیه تمام شده ایستاده است. پوتین در تمام دنیا یراق کوفته گشته است. درست است، درست است، گفتم درست است. کنی فکت و دلیل است. فکت و دلیل در رسانه ها هست. رسانه ها را جستجو کنید. این رسانه من از 1000 رسانه یک رسانه است امکی گرامی، و شما میتوانید که فقط همون تگ بینی تلویزیونی روسیه NTV شبکه یکمش ننشسته از یوتیوب جستجو کنید، از شبکه های آلترناتیوی اینفورماسیون رو جستجو کنید، همه گپ شما از اونجا میگیرید، تمام دیگه جا گپ قبول نمی. اما که یک دیگه رسانه ها هم جستجو کنید، دیگه کشورها هم رسانه ها دارن درباره روسیه گپ میزنن، دلیل ها دارن، گپ دارن، اونها هم جستجو کنید. شما فقط همین میشینید در تگ بینی تلویزیون روسیه چی که گوید حق است. تمام روسیه در روسیه شبکه‌های تلویزیونی روسیه از خودش تمام ابرقدرت تراشیدگی است. حالا تمام کشورها رو به زمین میشینوند. ژیرینوفسکی گفته بود که تا سال 2024 انتخابات پرزیدنتی در آمریکا نمیشه، برای اینکه آمریکا وجود داشته نمیتونه تا سال 2024. این خیلی اینفورماسیون ها در روسیه شنیده میشود. مثلا گیم و شما در تگ همین تلویزیون میشینید به روزش پنسه روسیه گرفته، بله قندت زن. این خیلی نمیشه دم که گرومی بود کاری تمام. یکم ما همین 30 دقیقه 30 ثانیه باید گاپوتنده وقتی یک بار دیگه 30 ثانیه وقت میدیم همه که گرومی. اینجا چند نفر دیگر انتظار هستن که صحبت کنند. به وقت اونها هم باید تجاوز نکنی. من تاگی بینی تلویزیونی رسیام ده نیا. من پاستان اینترنت اندیا. اگر اینترنت اند نمی بودم، حضور من تو بزنگ نمی زدم. در اینترنت می بودید همین سوالی که 75,000 سالتی روسیه مورد است از کجا دلیل بیار نمی گفتید برای که خودتون پیدا میکردید
و از سوریه سلاح‌هایش رو آوردن روسیه رو من نگفته خودتون پیشتر پیدا میکرده. شما نیستید در اونجا، اینفارماسیون ندارید. хорошо فرض کنید من دروغ گفتم. نه دروغ نه اینجا شما دروغ نگفته ایستادید. شما دروغ نگفته ایستادید. شما بیشتر چی بود؟ نه گپ میزنید. یک وقتا کیوسکای روس بود می؟ ها بود. یک وقتا همین وارشاوی پولشا امپریا روی روسیسکی امپریا به داخل میشد می؟ حاضر گشته گرفتنش در کار می به اندیشه شما؟ زده کشته همه رو قربان کرده گرفتنش در کار می؟ تمام کسی که این رو نمیخواهد یعنی سوورنیتت خودش رو میخواهد او چیز مال تاریخ است. چیزی که شما میگویید مال تاریخ است. همین بود یا نبود؟ من به همین گفت گپ زدم. بود مال تاریخ است. این بود مال تاریخ است. این روز رو گپ زنید. اوکراین صاحب استقلال است. اوکراین صاحب استقلال است. شما بیاید نباشد بیاید درباره سمرقند و بخارا گپ زنیم. سمرقند و بخارا از تاجیکان بود نبود؟ بود. کنی گپ زنید چی؟ از تاجیکستان با ازبکستان هجوم کردنش در کار می؟ نه. ها نه. چه حق دارد که روسیه هجوم میکنه به اوکراین؟ حقش همین که روس کی своих не бросают. آخه چی برسه اونجا خود سیویخ کشته ایستاده است. آدمای خودش، روس‌های خودش، همدین‌های خودش کشته ایستاده است. برسد چی گفته ایستاده شما؟ یعنی اونجا چیکار مثلا من گوش کنید نگاه کنید. همین خودی ها را من چوگا زدن نمیمونه. نه شما نگاه کنید خودی ها را یک سو نمونده چیکار کرده ایستاده است در اونجا روسیه؟ چی علف خورده ایستاده است در خاک اوکراین؟ تمام سلامت باشه. حاجی بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شما سوزتنجه شوکت اکو. زنده باشید. بفرمایید. ایلین شاد باشه. هر بار که در شبکه تو شما را میبینم خرسند میشم. زنده باشید. الحمدلله. این عمک نمیفهمم. من 3 روز پیش در ادلینی بودم اکو. و من یک همون کارگر ادلینی گفت که من با وی سوال دادم برای چی ما دکمنت داریم در همین حالت قرار داریم. وی با من جواب داد که برای کی همه پسترین مهاجری که در روسیه وجود دارد این تاجیک است. من یگان دکمنت ندارم. من نه پتنت دارم نه هیچی اکو. من پلاتیت کردن هم نمیخواهم در اینو. من 18 سال شد یک کپک در این دولت سپردگی نیستم. کار کردگی هستم نو سپردگی نیستم. خیلی شکرانه خدا میکنم. بعد این عقیده‌هایی که این امکی مو گپ زد این عقیده های شوروی است. اینا به غرض شوروی یگان چی را نمیفهمن. نمیدونه که مردم کیهان برآمده رفساده است. اینا عقیده شوروی با ما در کار نیست. شوروی برای ما چی در کار اکو شوکت؟ ما باید خودمو رویم پیش. تاجیکستان پخته دارد. یک مایکه که من فوتبالکه میپوشم وقتی کار با در تنش نویستگی استحصالات ازبکستان که وی 100 روبله در اشان میایستد. 100 روبله پخته تازه است. من هوای میپوشم کار میکنم اکو. از تاجیکستان در روسیه من ندیدم. یوروپا من هیچی گفته نمیتونم. روسیه در من چیزی تاجیکستان محصولاتش به غرض پیاز و کارتوشکا هیچی ندیدم. ما کجا پیش رویم؟
куҷо пеш равем Аку Шавкат? Ба ҳамин ақидаҳои ҳамин шӯравӣ, ба ҳамин ақидаҳои шӯравӣ, ба ҳамин ақидаҳои шӯравӣ мо чурка ҳастем, чурка мемонем. Ино ҳама одамое ки ҳастанд ҳамин ақидаҳои шӯравӣ доранд, ино ақидаҳошон хуб нест. Ино ҳама омада гуфти шумо пенсияе ки 10,000 рубле гирифтагиянд, ба ҳамун 10,000 нағз гуфта. Модари ман дар Тоҷикистон 14 сол муаллима кор кард, 260 сомонӣ пенсия получат мекунад. 20,000 рубле ман барои документош роӣ кардам ки ҳамун модари ман 261 сомон пенсия получат кунад. Ҳозир ҳамун 20,000 ман роӣ кардагии ман модари ман ай давлат қабул кардагӣ нест. Ман ҳисоб кардам, ман ҳамаи сиёсат уқа савод надорам, оне ки нигоҳ мекунам. Аку зинда бошед. Ташаккури зиёд ба шумо бародар азиз. Ташаккур ба шумо. Саломат бошед. ҳазор раҳмат акуҷон. занги WhatsApp бифармоед. аввал ютубатонро хомӯш кунед, нафаре ки аз WhatsApp занг зада истодед, баъд аз он гап занед. Бифармоед. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Акай Шавкат. Гӯш мекунам шуморо. По-русски говорить. По-русски можно говорить? Можно говорить, пожалуйста. Ну вот сейчас вы сказали про Россию, почему напал Россия Украину. Во-первых, Россия еще не объявила войну Украину. Это просто спецоперация. Во-вторых, когда в 2014 году был переворот в Украине, убежал Янукович. А Госдеп США рожки давал в Майданах. Европа танцами встречал всех этих оппозиционеров. Путин согласился на то, чтобы Украина была в Евросоюзе, но не в блоке НАТО. Да какая разница Россию? Это Украина суверенное государство. Да какая разница России? Вот сейчас я разницу вам скажу. Разница в чем? В том, что если у вас дома... Украина не дом Россия. Правильно? У соседей будет пожар. У соседей будет пожар. Пожар на вас влияет или нет? Влияет. А не было пожаров в Украине? Как не никаких было, пожаров не было. Я был там 5 лет. Никаких пожаров не было там. 8 лет они вооружались, готовились к войне. 8 лет. Народ Украины, вот когда я был там, лучше вот народ России жили. Лучше. 10 раз лучше. Давайте это лучше, хуже жили, я не буду говорить так, как я вижу. А да какая разница Россию, они чем живут, как живут? Да какая разница? Это суверенное государство. Но каким образом блок НАТО будет... А да какая разница? Блок, вот Россия не имеет хорошие отношения с соседним государством, своим партнерам, не имеет никаких хороших отношений и всегда использует теснение. Последний после 2000-х годов, посмотрите, что творилось. Было такое государство. Вот посмотрите, вот государство-партнер России, например, Таджикистан, например, Кыргызстан, например, Узбекистан. Вот как живут народ Таджикистан в России? Мигранты Таджикистан, как живут они? У них какие права? У них какие права? Вот такие отношения России с своим партнером. Вот такое отношение. Про Турцию, про Китай, про Арабских Эмиратов. Почему сразу в Таджикистан приходите? Вот я... Было такое государство Югославия. Вот посмотрите, Россия считается партнер Таджикистан, да? Государство партнер Таджикистан, да? Вот какое отношение российское государство к мигрантам Таджикистана? Какое отношение? Человеческое? А если вы
послушайте меня, если вы один день нарушаете в Европу закон, какое отношение к вам будет? Никаких. Вот посмотрите, здесь разговор не идет о правонарушении. Разговор идет о человеческих отношениях. О расширении блока НАТО, понимаете? Да какая разница Россию? Да какая разница? Украина это суверенное государство, независимое государство. Украина это не субъект России, правильно ведь? Украина это не субъект России, правильно ведь? Это суверенное независимое государство. Хорошо, Акай Шавкат, давайте будем честны. Ирак был Америки. Нет, это тоже нехорошо. Это тоже неправильно было. Где эти государства? Россия увидел, что опасность откуда идет. Вот что? Ответ России. Надо бомбить, поэтому надо бомбить Украину, да? Они не бомбят Украину. Бомбардировка, что было в Югославии. Это то, что было в Ираке, то, что было в Сирии, то, что было в Афганистане. В одном свадьбе 500 человек убили. Это было в Ливии. Бомбардировка была. Это... О, бродар, я был где-то 2 дня внутри войны. Я видел своими глазами, как бомбят российские бомбардировщики. Да, поэтому до сих пор рада живут там Львов, Ивано-Франко, вот эти части Украины еще не дотронуты. Тронут? Вы не знаете, образом? Ничего не знаете, поэтому у вас очень мало информации и спорите. У вас очень мало информации и спорите. Для России нету никаких трудностей, бомбят Раду за один день. Есть трудности. Если не было бы трудностей, уже давно была бы эта война закончилась. Они проводят спецоперацию. Они хотят... Какая спецоперация? Какая спецоперация уже 6 месяцев прошел? Какая спецоперация? Там идет война. Вы видели этого? Где идет война? Ну ладно, это не наша тема. Это не наша тема. Россию еще там войну не объявили. Объявили, не объявили, там идет война. Реальная война идет там. Это у вас. Но я вижу войну, как Америка помогает своими этими оружиями. Да, помогает, Украине, да, помогает. До последнего, как Путин сказал, до последнего украинца они хотят воевать против России. А этого Россия знает, да? Чужими руками. Вот посмотрите, зная этого, Россия продолжает войну и не прекращает. Вот это не человечество. Вот это дьявольство. Вот это дьявольство. Пусть воюет. Россия пусть воюет с Америкой. Почему воюет с Украиной? Брат, я вот, я вот здесь же прекращаю нашу беседу, потому что это не наша тема. Извините, пожалуйста. Нету Ливии, нету Сирии, нету Югославии. Вам поэтому трудно. Вот война была в Ираке, это было неправильно. Война была в Афганистане, это было неправильно. Я с вами согласен. И с Украиной тоже. Это неправильно. Вы оправдаете убийство человечества, вы оправдаете бомбардировки в Украине. Я не оправдаю. Если не оправдаете, Россия не прав. В данное время Россия не прав. 8 лет Россия уговорила, чтобы Минские соглашения было исходно. Россия, зачем? Кто такой Россия вот для Украины? Просто сосед. Вот соседу уговариваешь, дай мне немножко своей земли. Если он не хочет, ты будешь бомбардировать, что ли? Кого бомбардировать? Вот свой сосед. Еще не начал бомбежку. Россия еще не начал бомбежку. Там просто идет точечная операция. Точечная операция. Если точечная операция такая, война какая будет? Война, если будет, как вот в Ираке, ковровая бомбардировка будет, вот такой будет. И этого вы оправдаете, да? Я не оправдаю. Спасибо большое. Спасибо большое. Зинда бошить.
ببینید فهمیش هم این قدر است. حالا ما این گونه بحث کردنی نیستم. حالا من خودم بدبین روسیه نیستم به همون قدری که گپ زده ایستادم. فقط میخواهم، من جونم درد میکنه روسیه رو اینطور با این سیاستی بد دیدن نمیخواهم. میخواهم روسیه همین روز یک سیاست داشته باشد که کشورهای دوست، کشورهای همجوارش، شریکان استراتژیش با او باشند و روسیه نیز مثل دیگر کشورها که مثلا گریم حالا ببینید آمریکا با شریکان استراتژیش چگونه یک سیاست به راه مانده است، چگونه یک سیاستی به راه مانده است. هرچند ابرقدرت است، یک سیاست های برابر حقوقی به راه مانده است، هرچند برابر حقوقی 100% وجود ندارد با کشورهای دوستش، شریکان استراتژیش. یک آزادی های کلی باشد هم یک زیادی آزادی های بالاتر از نسبی داده است. مردمان کشورهای شریکان استراتژیش آزادانه زندگی میکنن، آزادانه انکشاف مییابند، آزادانه ترقی میکنن. شریکان استراتژی روسیه چی؟ من روسیه رو جونم درد میکنن، من روسیه رو همین خیل دیدن نمیخوام. شریکان استراتژی روسیه همه شریکان استراتژیش کمبغل، قشاق، سرکوب، شهروندانش در روسیه بی حقوق. من سیاست روسیه با شریکانش وقتی که میگوید که ناتو تا تکی بینی روسیه اومد برای همین اوکراین خواست که شریک ناتو شود، اوکراین برای همین روسیه به خاک اوکراین در آمد. اوی همین سیاست نادرست روسیه است. تو تکی بینیت چرا اجازه دادی که ناتو اومد؟ یعنی تو سیاست نادرست پیاده کردی، سیاست زورگویانه پیاده کردی با شریک استراتژیت، با همدینت، با کشوری همدینت، با کشوری همزبانت قریب کی. یک سیاست نادرست، سیاست دشمنانه پیاده کردی، سیاست رقیبانه پیاده کردی، نه سیاست دوستانه، نه سیاست همجوارانه، همسایگانه. و عاقبتش همین خیلی می شود. من برای این سخنها رو میگم که روسیه رو با همین سیاست نادرستش، با همین سیاست زورگویانش دیدن نمیخوام. ایمپری اوی از اطرافت، از تگ بینیت همه کشورها برآمدن رفتن. حتی هم امروز تاجیکستان ببین، من در اول موضوع امروز گفتم، امروز تاجیکستان ببین رو از تو گردونده، در همین حالت بدت رو به آمریکا آوردگی است. همین تاجیکستانی که تا پرزیدنتش تو تعیین میکنی، تو آخرین قمبغلی قشاقترین شهروند تاجیکستان در کجا رفته کار کردنش در کار تو رشد میکنی؟ تو روی گردونده ایستاده است. نگرانی کارشناسانت را دیدی؟ همین حکومت روسیه باید این رو بیند. کارشناسانش گفته شده است که شریکان اشتراکچیان عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی که مثلا یک بلوک بزرگ سیاسی است، سازمان پیمان امنیت دست جمعی، پیمان امنیت دست جمعی، امنیت دست جمعی، شریکان میروند با آمریکا مشق حربی میگذارونن. این نشانگری آن است که یعنی باوری کلی این کشورهای این منطقه بر روسیه نمونده است. حالا من به خودم حق نمیدهم که این رو بگویم که روسیه باوری این که در جنگ اوکراین غالب می‌باید از دست داده است. حالا برای همین کشورهای شریک استراتژیش راه‌های دیگر جستجو کرده ایستادند که با رقیبان روسیه مناسبتشان ویران نشود، یا یک مناسبتی نسبی داشته باشند، یا در مناسبتی دوستی رو کشاده مانند که مبادا روسیه در جنگ اوکراین باید احوالشان بد نشود. حالا کشورهای میده چویده حتی به این خلاص آمدگی هستند.
ان همه سیاست نادرست روسیه به همه روسیه رو آورده رسوندگی است. تمام مردمی در تمام جهان مردمی روسیه امروز خلاص در عذاب، ویزا گرفته نمیتواند، تمام کارخانه هاش در سانکسیه، همه سیاست نادرست است. یعنی یک حالا ببینید این سخنهای مرا میگیرد که حکومت تاجیکستان در روسیه نشون میدهد بین این مخالف تاجیکستان چی گفته ایستاده است در حق تو. من این رو میدونم، حالا همش رو ترجمه میکنم، لیکن میدونم که خود حکومت روسیه این حرفای ما رو حرف به حرف ترجمه کرده گوش میکند. باید به خلاصه آمد که با این سیاست زورگویانه نمیتونی شریکانی استراتژیت رو در اطرافت نگاه داری. نظر نگرانه این کشور مایده است، باید تو رو گوش کند، پرزیدنتش رو تو تعیین کنید، نه به استقلالیتش احترام قائل هستید، نه به قانونش احترام قائل هستی. 30 سال است رئیس جمهورش رو تو در جای شنوندگی هستی، 30 سال است به دزدی های غارت مردمش تو اجازه دادگی هستی. اگر تو نمی بودیم این وقت کایها تاجیکستان مردمی میشد، کایها تاجیکستان یک حکومت قانونی به سر قدرت می آمد. همه بی قانونی ها در اطراف کشورهای روسیه، شریکان استراتژیک روسیه، همه بی قانونی ها از دست همین روسیه هستند. سیاست های زورگویانه روسیه و این نظری شخصی من است، نه نظری حزبی یا که نه نظری گروهی. نظری شخصی من این است که یک نفری که 6 سال در روسیه تحصیل کرده است، این است که باید روسیه از این سیاست زورگویانه دست کشه، یک سیاستی دوستی، یک سیاستی با رفاقت، یک سیاستی برابری، یک سیاستی باشد که با تمام کشورها یک برابری قائل باشد روسیه. اگر این پیاده شود، من مطمئنم که به من آمریکای اون طرف اقیانوس جایگزینی روسیه شده نمیتواند، یا که هیچ وقت برای من اگر روسیه زورگوییش رو بس کند، اروپا به من تلاتیت هم جای روسیه رو نمیگیرد. لیکن این سیاست روسیه نادرست است. کسایی که یک سیاست درست برابری بین کشورها رو دیدن میخواهید، باید اگر اروپا ببینید کشورها گرچند که کشورهای مترقی دارن در بین جهان، از اولین از پرقدرت‌ترین کشورها در اروپا هست، لیکن بین متحدانش یک برابری به میان آمدگی هست، کشاد بودن سرحد به میان آمدگی هست، آزادی. بیاید یک آموزید. روسیه در همه کشورهای اروپا چی داشت؟ نمایندگی دیپلماتی داشت. یک آموزد. چی در کار زورگویی؟ فقط از زورگویی کار گرفتن. این نفت گاز از سرت میموند. من امروز دیدی کارشناسان گفته ایستادن که شریکان استراتژیکی ما برای ما توف کردن. چرا چنین شد؟ یک بار خلاصه گیری نمیکنید؟ چرا چنین شده ایستاده است؟ حتی کشورهای مایده شده از بحرتون برآمده ایستاده است. بیم ملال چکار خواهد کرده ایستاده است؟ برای اون که الکی باوری این که در این جنگ روسیه موفق بیرون میبراید، این باوری از بین رفتگی است. چرا کشورها دیگه جانبدار شما نیستند؟ شریکان استراتژیکتون، عضوی سازمان پیمانی امنیتی دست جمعی، چرا چنین شدگی است؟ برای اون که مبادا در این گیریدار روسیه ناموفق شود، این کشورها دیگه مناسبتشون با دیگه کشورها بد شده نمونند. برای همین نیترالیته رو رعایت کرده ایستادند. باز هم حالا
چه پروای حرفای من دارد حکومت روسیه یا که رهبریت حکومت روسیه رو به هر حال یک شهروند یک نفری که ده ها خیش و تبار هم در روسیه هست مراجعه من این است که ما باید یک سیاست دوستانه یک سیاست رفیقانه یک سیاست برابر حقوقی را پیاده کنیم به حقوق آزادی های شهروندان کشورهای همسایه به مستقلیت سوورینیتیتی کشورهای دوست باید احترام قائل باشیم. همه این چیزها بعد از آن می شود. ایمپری ساختن و ایمپری بودن و اینها بعد از این همه این چیزها بعد از این می ایستد. با غصب کاری و با بمباردیروفکا و با کشتن انسانیت و با کشتن کودک و با ترکاندن مکتب و دیدست و بیمارخانه ها ایمپری ساخته نامتان در تاریخ چی میماند؟ غاصب؟ نه من این رو فکر نمیکنم. حالا هم به این باوری هستم که به حرمت همین امکی که حالا برآمده گپ زده شدن، حالا هم به این باور هستم که روسیه نهایت به خلاصه میباید که با این جنگ ها قدرت بودگی خودش را از دست داده شده است، حرمت احترامی بودگی خودش را از دست داده شده است و حتما سیاستش را دیگر میکند. ما باز هم با دوستی، با رفاقت، با برابری میتوانیم شریک استراتژی باشیم، رفت و آمد کنیم، کار کنیم، مهمانی همدیگر باشیم. وقتی ما هم تماشابینان عزیز از وقتی که به ما جدا شده است تقریبا 10 دقیقه گذشته است، یک نفر دست برداشته شده است که من حرفم رو بگویم. به ایشان اجازه میتیم، به ایشان نوبت میتیم، ایشان سخنشان رو تمام کردن. برنامه امروز رو به آخر میرسونم. بفرمایید کرام. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. همین بگم شما همین پرابلم سیمیای خودتون حل کردن نمیتونین کی جا میخیزین دو دولت ایرا با او را دو سیافتین. شما یا وقت در تاجیکستان جنگ شهروندی شده بود، اقبال گرفته بود، افغانستان رفت، ایوس یک دستش در کنوش یک دستش او دیدش توزه کده برامد گریخ رفت آلمان کنش شکیده اوخی بس نمی کارو بارتونا فید ندوزی و ایجا با اوج جنگ یک کاری کنه جوانو یک کاری خوب یاد بگیرن، یک کسب باموزن، یک علم باموزن. فقط همی جنگ برادر خودتون چی کسب دارید؟ همون جنگ بود که اقبال رفت افغانستان ایوس یک دستش در او دیدش توزکه یک دستش کنش شکیده بسیار خوب. برادر خودتون چی کسب دارید؟ کسب این خیلی که ما همی با همی آدمای بدبخت ما خیلی گپی خوب نمیزنه. شما کسافت شما آدمی که کسافت در کی جای از فرمه جواب همین رو بگو آخر تمام ده. محمود بسیار خوب، تشکر. سلامت باشید تماشابینان عزیز. هرچند میخواهی نظر مقابل رو گوش کنی، میخواهی طرف مقابل رو گوش کنی که بفهمی چی خطا داری چی نقصان داری، این است که یک نفر مردم رو تو را به بیسوادی متهم میکند یا که دیگران رو به بیسوادی متهم میکند، در مقابل خودش چی کسب دارد گفته نمیتونه. پشتیبانان حکومت تاجیکستان همین هایند. پس همین خودش باید ثابت کند که ما درست میگوییم.
نگرانی ما درست است که به دست همین خیل ها حکومت موندگی است. پشتیبانانش هم همین ها هستند، کارکنانش هم همین خیلی ها هستند. تا رقم اول مکسیمال نه گفتی بیگ ظهور فهمیششون با کدو سلفی کردن، با تربوز و خربوز سلفی کردن است. از این زیاد نه. سلامت و سربلند و پیروز باشید تماشابینان عزیز. تا برنامه‌های آینده یکایک شما را به الله میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه‌های دیگری ما را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. همچنین این برنامه ما عین حال در شبکه ماهواره تلویزیونی پیام تیوی توسط ماهواره ایتلسات 7B در حال پخش بود. امیدوارم که نزدیکان شما تماشا کردند و اگر خواهشی توسط تلویزیون ماهواره تماشا کردن رو داشته باشند، یک خواهشی ما این است که همون یک LMB یا گلافکی که میگویند اگر همون پرابلیتس که داشته باشین در پهلوی همون LMB گلافکی بودگی که دیگه ماهواره ها رو پیوست کردگی هستید در پهلویش پیوست کنید. قریب که از یک جا میگیرند نصب کنید. حتما ما رو بدون تعریف اینترنت تماشا میکنید و پولتون برای اینترنت برای تماشای برنامه های ما صرف نمی شود. و روزهای نزدیک شاید از ماه سپتامبر باشد رادیوی ما هم فعال می شود دوباره و مهاجران می توانند دیگه با یک گوشی رادیوی ما را نصب کنند و کار خودشان را لای میکنن، لای خشت میزنن، خشت شکتورکه میکنن، شکتورکه شپکلوفکه میکنن، شپکلوفکه چوب میزنن، چوب در گوششون یک گوشی یا ناوشنیک باشد تمام از همه خبر و رویدادهای تاجیکستان و جهان با خبر میشوند، از برنامه‌های ما لذت میبرند. سلامت و سربلند و پیروز باشید. یک بار دیگر با شما بودم شوکت محمد در برنامه دیدگاه. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه.